با عرض سلام و وقت بخیر هواداران علاقه‌مندان به گوشتین جذاب و زیبای جودو، گزارش مستقیم ما از جریان رقابت‌های روزی اول مسابقات قهرمانی جودوی تاجیکستان در سال 2023 یا چمپیونات جمهوری تاجیکستان آید به جودو در سال 2023 منظور شما می‌گردد، جایی که شروع ورزشگران تازه نفس در دسته وزن 73 کیلوگرم هست. با جودوگی سفید دیلمراد زاده شهاب‌الدین از دسته ولایت سوخت است. با جودوگی کبود سنت الله مصطفی از دسته دوشنبه. دو جودوکاری که در صحنه رقابت‌های داخل جمهوری شروع تازه داشتند. مصطفی در همان ابتدای رقابت یک وزری به دست آورد و یک کاری شایسته کرد و اکنون تماشا کنیم در ادامه چی خواهد شد. آیا دیلمراد زاده توانی جواب گفتن به یک وزری حریف را دارد و این هم یک پرتاب دیگری بالای شانه بود و یک پایزنی با همون اصول معمولی اشی ولی موفق نشد. یعنی تکنیکای پای و همچنین قدرتی دستانش را مایل استفاده کردن داشت مصطفی ولی موفق نشد، وگرنه احتمال داشت که در این رقابت دستی بالایی را داشته باشد و قبل از انجام وقت اساسی پیروز شود. اما فرصت هست تا پایان وقت اساسی 2.5 دقیقه وقت هست و موقعیت برای یک استفاده هلاک معمولی و وزری عوضت ایپان برای مصطفی، اما داور مرکز در اینجا خاموش است. وزری عوضت ایپان باید باشد دوستان عزیز. یک زیدی حمله بسیار به موردی بود. با گوش داور هیئت داوران چی میگویم؟ بله، وزری عوضت ایپان داور به هر حال همان لحظه اول این رو ندید، به هر حال شاید ببیند. نوارهای تدریجی رو خواهش میکنم که یک بار دیگر روی تصویر ببینیم. این هم نوارهای سوس کرده شده به همین شیوه ببینید. این وزری است دوستان عزیز، سومیگایشی استفاده بسیار زیدی حمله به موردی بود. در همین زیدی حمله و وزری عوضت ایپان باید داور مرکز این رو، اما نه، داوران قضاوت کردند که آن وزری نیست. اما به هر حال مسابقات جمهوری تاجیکستان در سال 2023 با حضور 2 تن از داوران درجه بین المللی صورت میگیرد. داوران درجه بین المللی یوگنی رخلین است از فدراسیون روسیه و یک داور دیگر داور درجه بین المللی از جمهوری ازبکستان است که هر دوی آنها به صفت ناظر در این مسابقات اشتراک دارند و نظارت و تماشا میکنند این مسابقات را. و قبل از این رقابت با یوگنی رخلین داور درجه المپی هم یک گفتگوی سر راهی هم داشتیم. بسیار اظهاری امیدواری کرد، بسیار خوشنود بود از اینکه در یک مسابقات داخلی جمهوری که اشتراک میکند و سطح یک گرانپری را بر اعلا میبیند. و داور ازبکستانی هم که با او یک صحبت داشتیم، او هم ابراز نظر کرد که 7 سال پیش به تاجیکستان آمده بود و با این سطح مسابقات را باری اول میبیند. و به همین ترتیب 1.5 دقیقه تا پایان وقت اساسی فرصت هست برای دیلمراد زاده که از یک وزری که به مصطفی داده از آن دفاع کند و همچنین فرصت برای سنت الله که تواند به این کار، یعنی به نقطه نهایی را قبل از انجام شدن وقت اساسی گذارد. دیلمراد زاده پهلوانی که در رقابت‌های مسابقات داخلی کشوری به ویژه در مسابقات ولایت سوخت پیوسته اشتراکی فعال دارد. کاش وضع اصول مورد استفاده سنت الله به نتیجه بود، ولی فرصت هست تا پایان وقت اساسی، فرصت زیاد هست. موقعیت و باز هم زیدی حمله. این مراتبه هم همون شیوه سومیگایشی که مورد استفاده قرار گرفت تا لحظه پایانی.
ولی موفقیت آمیز نبود. به هر نحوی که نباشد تو 40 ثانیه دیگر سنت الله موسویف در این رقابت دستی بالایی را دارد. بسیار موقعیت خوبه برای همون اصول معمولی اوساتی از سوی دلمرادزاده است، ولی تا لحظه پایانی نمیتواند از آن استفاده کند. و این هم اولین شیدای دلمرادزاده با دلیل اینکه در این رقابت در بخش کمیکت یا همون قپیدن اشتباه داشت. آخرین فرصت یا ثانیه ها و به همین ترتیب سنت الله موسویف در دور اولی رقابت بر حریفش دلمرادزاده شهاب‌الدین از دسته ولایت سوخت پیروز شد. به مرحله دوم رقابت ها می‌براید و سنت الله در دور دوم با علیشیر رحیمزاده از دسته ختلاندو رقابت خواهد کرد. نوارهای سوز کرده شده را از صحنه های تکرار یک بار دیگر میبینیم چگونه از یک دهشی برای بسیار اصول موردی نظرش که بسیار جذاب و دیدنی بود اشی وزه و بعد از اون این هم یک زیدی حمله که به وزری خیلی نزدیک بود، اما اینجا داوران وزری ندادند. دلیل ندادن وزری رو خود داوران میدانند. به هر حال به دوری بعدی سنت الله موسویف رفت. اکنون اشاره طالباف جفت را با هم آورد. کریمزاده نوروز بر مقابل عارف عبداللهیف حجمه می شود. نوروز اولین حرکت به نتیجه. دوباره تکان می دهد نوروز. عبداللهیف کنارتر است. نوروز دوباره دست راست سمت راست گزارش میکند. طریق پای ها کار کردن بسیار خوب. امروز ببینید که همچنین اصلا میگویم برای کارگردان که هر لحظه هم در نوار عموم هم در نوار نزدیک یا نمایان برای ما از حرکت های دستان و پای های پهلوان را نشان میدهد که این از تجربه از مسابقه های بین المللی گران پری گران سلام محسوب می شود. نوروز گریبان رقیب را مستحکم داشته است و برای عمل دادن حجمت هجوم می کند. عبداللهیف عارف عبداللهیف دست می تکاند نزد نوروز می رود. گریبان یکدیگر می دارند. دقیقه ها می گذارد. یک بار دیگر نازه ها پیشکش می شود.
حالا داور اکنون قرار خیش را در برای اولین شدو در نسبت عبداللهیف میبیند. یک حرکتی نوروز برای پیروز شدن نزدیک بود. آن اکنون ببینید در اینجا عارف عبداللهیف هم عکس العمل‌های خوب را نشان می‌دهد. نوروز کریمزاد یک و ضربه به سود عارف می شود. عارف عبداللهیف اکنون نوروز را پهلو می افزاند. حالا می خواهد پای خود را گیرد و بعدا حالت استحکامی ببرارد برای نوروز. حالت له دادن دست نمی شود. اکنون نوروز برای جبران کردن این وزر رقیب را قوی می دارد. زمین می آورد ولی زمین آوردن به سود او نخواهد بود. رو به بخت است، وقت را از دست می دهد. عارف عبداللهیف باشد ماهرانه جو عمل می کند. 23 ثانیه دیگر باقی مانده است از نبرد این رقابت. بگذار شدوی دویم را برای عارف عبداللهیف نشان دهد اما نقشه ندارد. ثانیه های انگشت شمار باقی میمانند و نوروز باشد شدوی دویم برای عبداللهیف، اما نوروز باشد هجوم میکند. هجوم هایی که باید لااقل یک وزر گیرد وگرنه الکه باخت است. بله، عارف عبداللهیف می رود به قسمت دویم. نوروز کریمزاده از ادامه نبردها محروم می شود. حالا یک جفت دیگر هم در دوره اول وزن زیر 73 کیلو گوشتین خواهند گرفت. هودینه محبتوف از کنار سفید با علی جان سفرعلیوف پهلوانی که قهرمان تاجیکستان است در گوشتین جودو از کنار کبود یا جودوگی کبود باور کرده است گوشتین میگیرد. علی جان دستانی دراز و قد بلندی او را بارها موفق گردانیده است، اما محبتوف باشد هودینه براستی از گوشتین او کم دیدم. این وزری که برای عارف نشان می‌دهد. علی جان روی نوار است از کلوب ورزشی پرویز صابیرف. اونیست با نوروز کریمزاده در یک گله مشق ورزی میکند. حالا رقیبش نیست. سفرعلیوف به نبرد در اینجا دست بالا می شود. عارف عبداللهیف در دوره اول کریمزاده نوروز را شکست داد. حالا در مقابل باقیف به میدان برآمده است. ببینید حالت بسیار
خطرناک. عبداللهیف پهلوان حالت کمر داشتن. پهلوانان ولایت سوق خیلی قوی هستند. باقیف از سلالای باقیف هایی که در ولایت سوق است. عارف عبداللهیف در زمین کار کردن اونها نتیجه نمیدهد. حالا حجمه و مته داور آنها را باز در حالت کمر داشتن می رود. عبداللهیف کمر رقیب را مستحکم داشت. جمشید لالخانوف لحظه مته گفت و بعدن حجمه. و ضربه برای عبداللهیف. دو ضربه به اپان مبادل شد. آفرین. عارفانه هجوم میکرد بر مقابل رقیب. احسن. این پهلوان شهر کلوب اکنون موفق شد رقیب را 2 مرتبه پهلو افتاند و همین طریق دست بالا شود. اکنون دوستان عزیز جفت نوبتی محمد یوسفوف با حسین اسحاق زاده گشتن میگیرد. این جفت با چست و چالاکی به میدان برآمدند. ما اسحاق زاده حسین رو بیشتر به حیث داور میدیدیم. این پهلوان جوانی که او نیز در زیر رهبری شیرعلی بازاروف مشق عرض میکند. شیرعلی بازاروف و یوسفوف باشد محمد جان. اشتراکچی چندین مسابقه های شهر دوشنبه چمپیونات جمهوری تاجیکستان محسوب می شود. اولین وزره برای محمد هدیه می شود. وزن زیر 73 کیلو 1-0 پهلوان جودوگی سفید پوشیده محمد رو با پیش میبرد. این پهلوان رقیب را این نوبت هم از میدان بیرون میکند. شده برای اسحاق زاده شاید نشان داده شود. خیلی عالی، خیلی شایسته مبارزه می شود.
حرکتی نوبتی یک عمل محمد یوسوپوف رقیب رو پهلو افتونده بود و ادامه نبرد است. اسحاق زاده تلاش دارد تو این وزری را جبران نماید. شدای اولین برای اسحاق زاده نشان داده شد. حالا حرکت ها میان این دو پهلوان با شور و شوق ادامه دارد. یک وزری یوسوپوف محمد را با پیش میبرد. پهلوان جوان حسین اسحاق زاده باشد رو برای رقیب. حالا کم فالتر است. دقیقه باقی مانده است از نبرد آنها. چند ثانیه دیگر باقی مانده است از نبرد آنها برای وقتی اساسی. و این ثانیه هم انگشت شمار باقی ماندند. محمد حالا برای نگاه داشتن این وزری هجوم میکند. 2-1 و به سود محمد یوسوپوف.
دوستان عزیز اکنون گشتین میانی فخرالدینов سنت الله و رقیبی او رحمتov شمسیدین نوکک شروع شد و حالا به امتیاز این دو پهلوان میانی همدیگر گشتین میگیرند. حالتی اسایکومی با بار آوردن رحمتov تلاش کرد اما فریدون استوپیروف مته میگوید حرکت دست نشون میدهد. سریناو حجمه حالتی اسایکومی بردن رحمتov از جانب فخرالدینov سنت الله ولی این عمل قدر شایسته نبود. وزن زیر 73 کیلو پهلوانان خوب رو به میدان خواهد برآورد. من باور دارم که در این وزن میرزا جمیل رمضانov گشتین خوب میگیرد. ابوبکر شریف گشتین خواهد گرفت. دیواشتیش استوپیریان در این وزن گشتین خوب میگیرد و پهلوانان دیگر هستند. نجمیدینov محمد شریف هم است و چند دیگرانی که برای به دست آوردن عنوان قهرمان تاجیکستان داوطلب هستند. یک وزری برای فخرالدینov نشان دادن سنت الله. حالت تکرار رو میبینند. دست اینجا نقش دست رو میبینند. موقع دست کمتر بیرونتر بود. برون اینجا اکنون هیئت داوران مقرر میکنند که دوباره برای نشان دادن این پرتفت حالا نوار پیشکش میگردد و در این نوار میبینیم که همون شکلی گفته بودیم عکس العمل باز پس گرفته میشد و ذره و گشتین ادامه مییابد. حتی شده برای فخرالدینov برای سنت فخرالدینov لازم است که اکنون با همین شیوه پیش رود. بسیار اصول خوب را به کار میبرد و ذره مته میگوید دوبار و ادامه نبرد خواهد شد. حالا این وزری که از جانب سنت فخرالدینov اجرا شد این هم کمی شبهناک است. ببینید حالت تکرار رو همیشه رقیب در حالت گردش خوردن دست رو بیرون میبرد. حالتهای تکرار رو میبینیم. گشتای برگشته این پرتفت رو پیشکش میکنند و وزری باقی میماند نه میگیرند.
و اکنون با 2 شد فخرالدینов از رقیب قدم قفا است. دو شوید برای فخرالدین نشان دادند و رحمتов باشد 1 شد دارد. اما 2 پرتافتی که از جانب فخرالدینов سنت لابد رو امید بخش کرد ولی امتیازها حساب کرده نشدند. اوه و ضربه، بله ضربه بسیار خوب بود. رحمتов شمس‌الدین کارش خوبتر است در اصل. وقت رو کشال میدید و رحمتов با قسمت من بادا میرود. این جفتی نو است دوستان عزیز. سیرالدین شویف پهلوان جودو پوشیده سفید بر مقابل قاسم شکرانوف به میدان میبرند. نبرد را حمزه رحمتов حکمی میکند. حالا حمزه رحمتov اشاره برای گشتین دارد، یعنی حجمه میگوید. گشتین آغاز می شود. شویف شکرانوف سیرالدین با قاسم یک پهلوی جالب. شکرانوف یک وزره برای هدیه می شود. آفرین. اکنون نه حالتی بالا زمین زدن قطعاً من است. از این خاطر باید آنها جو بسیار آرامانه کار را پیش برند.
1-0 дар лаҳзаҳои аввал Шукроновро ба пеш бурда буд ва Шоев бошад акнун барои асос аз ин вазари ҳуҷум дорад. ҳолати асаи коми нигоҳ доштан муяссар намешавад. навбати дигар ҳар навбат ба ин тараф ба он тараф бурдан аст. шудои навбатиро нишон медиҳад. акнун барои Ҷуброн Шоев ҳаракат дорад. мешава Правда. 40 соня, 40 соня. Мебеа. Ай бучава. дигар. Чанд сония дигар боқӣ мондааст. Станате. 18 соня. Ара нигоҳ кун. Китфа. Серьезно? Ой. каме дигар боқӣ мондааст. як вазари дар ин ҷо Шукронов Осим ана акнун дӯстони азиз дар вазни зери 73 кило Рамазонов Мирзо Ҷамил паҳлавоне ки камарбанд медорад бар муқобили Бахтиёр Бозоров куштин мегирад.
دو پهلوانی که هر دو شناخته هستند. یکی از سلاله بازارفا، دیگری پهلوان مردمی رمضان میرزا جمیل رمضانوف با لقب عزیز او را میشناسند. بختیار همگی یا 17-18 سال دارد. اولین مراتبه اکنون بگیم که با حیات کلانسالان گشتین میگیرد. فرزند شیرعلی بازاروف است، با یک تگ کبود گشتین میگیرد یا جداگی کبود دارد. بختیار بازاروف و میرزا جمیل رمضانوف باشد برای داشتن کمربند همتا ندارد هنرش. این پهلوانان بسیار خوب یک باری که بختیار بازاروف گشتین گرفته بود در این مسابقات جای سوم را کسب کرده بود در چمپیونات تاجیکستان. و حالا اکنون رقیبی بسیار رقیبی قوی، رقیبی پرقوت میرزا جمیل رمضانوف است. شاید تا کجا گشتین میگیرند؟ کمی هنوز هم جوان است بختیار بازاروف. شدای اول رو برای بختیار نشان میدهند و گشتین ادامه می‌یابد. ببینید حالت کمر داشتن. حالت کمر داشتن میرزا جمیل رمضانوف همتا ندارد در حالت کمر داشتن. اگر همین اصول رو به کار برد بسیار با مهارت بلند گشتین میگیرد. حالتی بختیار بازاروف این رو خوب بداند و از هنر میرزا جمیل رمضانوف با خبر است. با این خاطر بسیار مقابل رقیب احتیاطکارانه گشتین میگیرد. حالا شیرعلی بازاروف از کنار دیگر میفهماند رؤوف حکمتوف باشد برای میرزا جمیل رمضانوف مصلحت میدهد. دو مربی جوان پهلو با پهلو نشسته، یکی فرزند خویش و دیگری میرزا جمیل رمضانوف را میفهماند. آن اکنون ببینید حالت در اینجا بختیار را ببینید، حتی اونیست مقابل رقیب شایسته مبارزه میبرد و میرزا جمیل رمضانوف میداند که مقابل او گشتین گرفتن خیلی خطر دارد. هنوز اکنون نبرد با یک شدو بختیار بازاروف را قدمی از میرزا جمیل رمضانوف دور کرده است. حتی معاون فدراسیون جودوی تاجیکستان ارگاش محمدبکوف این نبرد رو بسیار نظارت دارد. من باوری دارم که از این امید دارد، از این جفت امید دارد که بسیار این نبرد رو نظارت میبرد و برای خوب و شفاف گذراندن در اینجا هست هیئت داوران، حتی داوران درجه المپی. اما پیدا کردن چهره‌های اصیل این وظیفه اساسی فدراسیون و مقصدی فدراسیون محسوب می‌شود. حالا با گذشت 2 دقیقه بیشتر فقط یک شدو است در تابلو و نبرد ادامه دارد. بختیار آن اکنون ببینید در اینجا هم صدا میکند. بسیار حرکت های جان بخش است. این برده وزاره میشود. میرزا جمیل رمضانوف وزاری رو صاحب میشود. اولین رسیش است، رسیش اولین. بسیار خطرناک. اکنون حدودی 1 دقیقه دیگر گشتین است. 1 دقیقه دیگر اگر بختیار تواند جبران از این وزره و اگر نه میرزا جمیل رمضانوف با 1 وزره در پیش است. بسیار خوب گشتین میگیرد. حالا این گشتین اکثر مردم را با خود جلب کرده است، بخصوص این پهلوان جوان بر مقابل رقیبش بسیار هم شایسته مبارزه میبرد. یک دقیقه دیگر در اختیار دارند. این حالتهای بسیار هم پرهیجان برای داوران است.
اینجا میرزا جمیل رمضانوف چشم داشت و خود را کنار میبرد از و فکرم چشم کمی لب برداشته است و این حالت برطرف میشود شاید بعدا نبرد ادامه مییابد. اجمه اکنون دیگر بختیار را منتظر نمیکند. میرزا جمیل رمضانوف باشد دست را نمیدهد. یک بار دیگر ورزر حالت ورزر به ایپان جان بس می شود. برای میرزا جمیل رمضانوف امکانیت می دهد که به قسمت منبع درآید. هنوز بختیار جوان است. من باور دارم که اگر با این شکل یا شیوه گشتین گیرد حالا برای پهلوانان قرار نهایی نبرآمده است. شاید وزری باز پس گرفته شود. نه قبول دارم. اکنون دوستان عزیز نبرد نوبتی شروع می شود. مومنوف عبدالرحیم بر مقابل علی جان سفرعلیف گشتین می گیرد. این دیدار هم شایسته و زیبا می شود. گشتین خوب گرفت بختیار هم گشتین خوب گرفت. اکنون جفتی اگر بگویم جدید خطا نمیکنیم چون که علی جان سفرعلیف در دوره اول رقیبش نمی اومد به نبرد غالبیت را به دست آورد. اکنون این پهلوان قد بلند با رقیبش هم از روی قد و قامت بسیار خوب است. مومنوف عبدالرحیم گشتین میگیرد. قد بلند علی جان بارها او را موفق گردانیده است. حتی او را به گرند اسلم و گرند پری هم برده است. گشتین خوبش. او پیشتر در وزن زیر 66 کیلو گشتین میگرفت و بعدا از روی قد و قامت برای زیر 73 کیلو گشتین گرفتن هم قوت هم دارد، قامت هم دارد، دست بازو هم دارد. اولین شد را برای مومنوف و سفرعلیف برای هر دو پهلوان جمشید خلیلوف نشان میدهد. سفرعلیف برای کمربند داشتن رقیب جهد دارد. و آنها با یک روش بسیار هم زیبا گشتین دارند. برای انجام دادن اصول علی جان سفرعلیف هنوز موفق نگردیده است. همچنین رقیبی هم در برابر علی جان کاری را انجام داده نتوانست. مومنوف برای امتیاز ستانیدن هنوز اکنون لحظه ها می رود. حالت های پای در پای هجوم و نتیجه نیست.
اینجا اکنون علی جان مقابل رقیبش مبارزه دارد و هنوز مقرر نشده است که کی در اینجا با قسمت نوبتی می رود. یا علی جان یا مومنوف عبدالرحیم. سرکیت در اینجا مومنوف. بسیار سرکیت فیولی میکند. حالا اطرافی یکدیگر چرخ دارند. علی جان مته است. کار در گلدن سکو ادامه می‌یابد. علی جان با رقیبش کارش رنگین نشد. در وقتی اساسی کار به گلدن سکو رفته است. اینجا شدای سیم خرساکی مک و علی جان سرفراز شد. اکنون دوستان عزیز نبرد جدید ما را انتظار است. شرف ابوبکر پهلوان بسیار هم شناخته در اینجا. لولاخان جمشید لولاخانوف باعث رفری است. ابوبکر شرف همین پهلوانی که جداگی کبود باور کرده است. پهلوانی که در وزن زیر 73 کیلو بسیار گوشتنی خوب میگیرد. در آسیا رقم 2 بوده پهلوانی کشور. ببینید رقیب را لحظه زیر کنار میگیرد. حالتی اسای کمی شرف ابوبکر بسیار رقیب را در حالت خوب قرار گرفت و اولین شاید نفر است که حالت اسای کمی را بسیار خوب کار میبرد. یک وزری برای او. یک وزری هدیه شد. جمشید لولاخانوف این حالت را دید با گذاری کرد. میرزابزاده باشد الکی با یک وزری رقیب از او خیلی قفا مانده است. بار دوم اوه حالت بسیار در اینجا دست حالتی داشتن بود. ببینید خیلی عالی کار میکند ابوبکر. ابوبکر در اوه باور کنید نواز با نام ابوبکر
دومین مراتب است که رقیب را در حالت اسایکامی قرار میدهد. 6 ثانیه می رود. 8 9 10 ثانیه می شود. حالتی که در حالت نیواز ابوبکر شرف شیرانه به قسمت منبع رفت. آفرین ابوبکر اگر همین شیوه رو اگر پیشه کند من باوری دارم که در نبردهای منبع است و مثل شرف به پیش می رود. دوستان عزیز یک بار دیگر خاطررسان میکنم که با دلیل این که مسابقات امساله چمپیونات جمهوری تاجیکستان آید به جودو با یک روش سبک و همون قوانین فدراسیون جهانی جودو میگذرد. هر یک عمل هر یک نکات این مسابقات به نوبت گرفته خواهد شد و همونطور که در اینجا یک لحظه توقف رو میبینیم اینجا باید همون آستین جودوکاران سنجیده شوند. ارگش محمد بیکوف هم اینجا با رمزی شامیروف داور درجه المپی همون کیمانوی ورزشگران که آستین آنها با طلبات اگر جوابگو نباشد یک همون درجه سانتیمتری مشخص دارد. اگر همین را نداشته باشد آنها به رقابت اجازه داده نمیشوند. همونطور که چند لحظه پیش هم رقابتی کریمزاد نوروز با حریفش عبداللهف عاریف برگزار نشد و این ورزشگر نجمیدینوف محمد شریف اکنون ببینیم اگر قبول شده باشد او بر رقابت خواهد کرد. بله کیمانوی محمد شریف با طلب و جوابگو هست. همین ترتیب او رقابت خواهد کرد. یک بار دیگر یادآور میشم که با جودوگی سفید است محمد شریف نجمیدینوف ورزشگر ناماشنای تاجیکی با تخلص خیرس میان پهلوانان و هواداران جودو شناخته شده است. او در برابر اسحاق زاده حسن رقابت میکند. اسحاق زاده حسن از دسته خطلان یک است و نجمیدینوف محمد شریف از دسته دوشنبه و ما هنرنمای این پهلوانان را به نکی یاد داریم. در جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آید به جودو در ولایت سوخت در 2 مرحله حسن اسحاق زاده اشتراک کرده بود و یک مرتبه مدال برنجی به دست آورده بود و در مرتبه دوم موقع پنجم را اشغال کرد. این چهره که روی تصویر نزدیک میبینیم تجربه اشتراک یا رقابت با پهلوانان یا جودوکاران سطحی بین المللی را دارد. از آن جمله این چهره نیز محمد شریف نجمیدینوف هم در مرحله های گراند سلام گراند پری اشتراک کرده است ولی در رقابت های سطح جهانی دستاورد ندارد ولی در میدان رقابت های داخل جمهوری شایسته هنرنمایی کرده است و چند لحظه هم با این ورزشگران خاطررس شدند یا یادرس کردند که باید همون کیمانو یا همون لباس ویژه ورزشی آنها با طلبات جوابگو باشد و رقابت ها طبق قوانین فدراسیون جهانی جودو صورت بگیرند. و امروز که با سالن برگزاری مسابقات مجمع ورزشی قصر تنیس و ورزشی آبی شهر دوشنبه وارد می شدیم واقعا بوی گراند پری یا بوی همون فصل های جودو جهانی به مشام می رسید. امروز یک سطح بسیار خوبی برگزاری مسابقات را مشاهده میکنیم. دستاندرکاران هم خیلی مهنت کردند و این رو هم واقعا وقت روی تصویر میبینه دوستان و یک برداشت زدن او رنگ است توی محمد شریف نجمودینوف بود تا کدام اندازه داوران در این مورد قضاوت میکرده باشند. داور مرکز میگوید که باید نوارهای سوز کرده شده رو ببینیم و در این مورد قضاوت کنیم. اما چیزی نیست رقابت ادامه مییابد. او رنگ یا همان برداشت و پرتاب امتیاز نداشت. یک بار دیگر به همون روش و وزاری او رنگ خیرس همون عمل کردی و تسلیم می شود. خیرس در فرم معمولی خود هست. حالت ورزشیش بسیار به مورد است. محمد شریف نجمیدینوف که با تخلص خیرس هست امروز واقعا با همون چنگال یا شیوه قپیدن یا
در افتادن به حریف رو به سان همان تخلص خودش اجرا کرد. 2 مرتبه اورانگ اجرا کرد، 1 بار آن با امتیاز وزری مطابق هفتید موافق شد و 1 بار دیگر در بخش کار در زمین بعد از آن همین پرتاب ببینید برداشت و زدن 1 وزری و بعد از آن در بخش کار در زمین هم کار کرد. ببینید موقعیت بسیار خوب داشت و شیم وزر رو استفاده کرد. بعد از آنه که این اورانگ استفاده شد ببینید که فوراً با شیم وزر گذاشت حالت بوغی کردن یا نفس گیر کردن حریف و به همین ترتیب قبل از انجام وقت اساسی محمد شریف نجمیدینov در دور دوم رقابت ها دستی بالایی رو داشت، موفق شد همین ترتیب به دور سوم رقابت غالب جفت بعدی با محمد شریف در دور سوم رقابت خواهد کرد. کامرانشاه استاد پیریان پر افتخارترین ورزشکار تاجیکستانی که در رقابت های بین المللی اشتراک کرده است و تعدادی مدال های خوب دارد. رستم باقیوف با شاگرد خودش به صحنه رقابت نزدیک می شوند. داوری درجه جمهوری این رقابت رو داوری خواهد کرد و ببینیم دستپروری رستم باقیوف این چهره که با لباس های سفید است قربان علی بازاروف در برابر هماوردش که با لباس های کبود است برکت الله اکرامزاده از شهر و نواحی تا به مرکز میان هم رقابت میکنند و ببینیم چی نتایج به پایان خواهند برد. در همه لحظه اول چنگ بسیار به مورد از اصولی و وزری برای برکت الله، 1 وزری برمغال می آید و دستی حریف رو هم بسیار محکم میگیرد. ببینید کنسیتسو وزر این رو میگویند اصولی دردناک. اگر تواند که دستی حریف رو بکند ولی نتوانست، دستی حریف رو میتوانست اگر از فشار محکم بگیرد ولی در بخش دفاع از حمله حریف بسیار خوب کار کرد بازاروف و از بخش سراپا رقابت شروع خواهد شد. امروز در همون عین قامت راستا یا سراپا استفاده اصول های معمولی جدا بسیار خوب بود از سوی اکرامزاده و با وجود آنه که قربان علی 1 مرتبه دیگر وزری هست یا نه. ببینید در این حال تصویر بردار باید در برابر حرکت حریف حرکت کند، یعنی تصویرش نباید از یا ورزشگر نباید از تصویر او بیرون شود. ولی به هر حال بعضا می شود که اصول ها بسیار با زود اجرا می شوند و تصویر بردار فورا نمیتواند که همان دستگاه خود را تاب دهد. 1 مرتبه دیگر سومیگایشی استفاده اصولی که از سوی بازاروف بود به نتیجه به پایان رسید. اصول های سومیگایشی و بسانی سومیگایشی دیگر پرتاب هایی که ورزشگران خود را اول به بالای تتمه می پرتویند و بعد از آن حریف رو پرتاب میکنند. همین گونه اصول ها تا سال های آخر استفاده شون خیلی زیاد شده ولی به نظر می رسد که نه همه آنها خوب و سریع وقت با اجرا در می آیند. موقعیت برای بازاروف ولی زیدی حمله باز هم همون روش معمولی سومیگایشی ولی نتیجه هم در پای نداشت.
яке аз афзалиятҳои бисёр ва як бори дигар иҷрои усули осотогари бисёр ба мавриду ҷазоб буд ва ба ҳамин тартиб вазари авазати ипон ба армуғон овард барои икромзода осотогари. вале аз наворҳои сӯзкардашуда хоҳем дид ки чӣ гуна ин иттифоқ афтид. вазари авазати ипон ду имтиёзи шоиста аз саҳнаҳои оҳиста якбори дигар мушоҳида мекунем ки чӣ гуна коучиро истифода кард ва ба ҳамин шева бубинед тасвирбардор аллакай сари вақт расида натавонист, дар ҳоле ки бояд фавран ҳамон дастгоҳи наворбардориро тоб медод ва дар ин ҷо бисёр хуб рӯи тасвир афтида коучигари якбори дигар мушоҳида мекунем бубинед чӣ гуна мавқеят. На, ин ҷо осоти коучи дар лаҳзаи аввал буд, яъне аз чанги аз дохил ва чанги аз берун ба василаи пойҳо ду шева ё наҳваи рақобате ки дар пирӯзии қаблӣ нақш дошт. имрӯз ин рақобатҳоро тамошо мекунад ва қазоват хоҳад кард ва эҳтимол ба Федератсияи ҷаҳонии ҷудо ҳам аз ин мусобиқот чизе бигӯяд. ва бар рақобати чаҳорум дар дастаи вазни 73 кило тамошо мекунем, ҷое ки дар даври дуюм асҳоб шайхов бо ҷудогии сафед аст. асҳоб шайхов варзишгаре ки тоза ба даврони ҷавонӣ расида ва дар баробари калонсолон рақобат мекунад. асҳоб шайхов дар баробари ҷобиров илҳомиддин аст. илҳомиддин ҷобиров бо либосҳои кабуд аст ва асҳоб бошад аз дастаи душанбе. асҳоб шайхов воқеан вақте хурд буду тамрин мекард, мо мушоҳида мекардем ки чӣ гуна мухлису ҳаводор ва ҳамчунин шефтаи ин риштаи варзиши ҷаззоб ҳаст. ва бубинем акнун дар баробари оне ки бисёр муҳаббат дорад нисбат ба ин варзиш, аз равиш ва бандҳои фохири ин гӯштин чӣ гуна истифода мекунад ва оё дар санъати куштӣ ё дар санъати гӯштингирӣ аз бандҳои фохири гӯштин бархурдор ҳаст ё не. ин ҳам Евгений Рахлин довари дараҷаи олимпӣ аст ки рӯи тасвир мебинем ва Рамзи Шамировро ҳам канори ӯ. бисёр олӣ, бисёр хуб ва ҳамин аст ки воқеан имрӯз дастандаркорони Федератсияи ҷудои Тоҷикистон ҳам доварони дараҷаи олимпиро даъват карданд, яке аз Ӯзбекистон ва дигаре аз Федератсияи Россия ва бисёр хуб ҳам ҳаст ки имрӯз ба василаи чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон бӯи гран-приро дар душанбе истишмор мекунем ва ҳамин тартиб Шайхов мағлуб мешавад. дӯстони азиз, ӯ аввалин қадамҳои худро дар миёни калонсолон дар чемпионати дохили кишварӣ гузошта буд ва аз ин чеҳра мағлуб шуд аз Ҷобиров Илҳомиддин бо 3 корди зард ва Хансуку Маки. дар дастаи чолишбарангези 73 кило аввалин Хансуку Макиро мушоҳида кардем. довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ ба болои татами мебарояд ва рақобати навбатиро доварӣ хоҳад кард.
رقابت نوبتی ورزشگران دسته وزن 73 کیلوگرم رو مشاهده میکنیم با لباس‌های سفید. فرخ خوجایف از دسته خطلان 2 هست. او در برابر قطب‌الدینوف شیراز از دسته ولایت سوخت رقابت خواهد کرد. همانطور که میدانیم واقعا یکی از ویژگی‌های نفوذ جودو در تاجیکستان همین است که در تمام مناطق کشور جودو را تمرین میکنند. هواداران و علاقمندانش خیلی زیاد هستند. هزاران نورس و جوان به این رشته ورزش بسیار شوق و رغبت دارند و همین است که امروز ما چهره های تازه به صحنه رقابت ها وارد شده را مشاهده میکنیم و مثل این دو نوجوانی که در رقابت ها اشتراک دارند یا آنهایی که اگرچه پا به ایام جوانی گذاشتند یا قدم در ایام جوانی دارند در میان کلان سالان در چمپیونات تاجیکستان اشتراک میکنند. از اصولهای معمولی سراپا استفاده کردن برای خوجایف و یک بار دیگر از اوچی استفاده کرد ولی موفق نشد. تایوتوشی در حالی که به اجرا ندر آمد و فوراً استفاده اصول کمری کرد. اکنون در جست نوبتی یا در نوبتی دیگر ببینیم چگونه از این موقعیت استفاده میبرند و باز هم همون تایوتوشی موردی استفاده فرخ خوجایف هست. و این هم سومیگایشی از سوی خوجایف ولی نتیجه در پی نداشت. دوباره اشاره میکند که هیچ امتیاز در پی نداشت. اکنون یک بار دیگر از بخش سراپا شروع خواهند کرد. کمتر از 2 دقیقه دیگر تا پایان وقت اساسی فرصت هست. قطب‌الدینوف با 2 کارد زرد جزا یا شیدو در این رقابت رو به تنزل دارد، یعنی در حال باختن هست. اگر تواند که تا لحظه پایانی استفاده اصول کند پس موفق خواهد شد و اگر در صورت غیر شانسی خوجایف بیشتر خواهد بود. خوجایف فرخ با جودوگی سفید هست. از مسافه دور استفاده همان اصول معمولی سوتو ولی نتیجه نشد. به همین ترتیب این هم دومین خانس و کمک بود که در این رقابت ها مشاهده فرمودیم. دوستان عزیز، فرخ خوجایف با دلیل اینکه حریفش 3 کارد زرد جزا گرفت او دستی بالایی رو داشت و به مرحله سومی رقابت ها می رود، جایی که جابیروف الهامیدین از دسته
نواحی رشت هنرنمایی خواهند کرد. اینک رقابت نوبتی ورزشگران دسته وزن 73 کیلو در دوره دوم رقابت ها را با هم خواهیم دید. محمد ایسا رجب با لباس‌های سفید هست. او در برابر قادیروف سهرحمان رقابت خواهد کرد. قادیروف سهرحمان از شهر و نواحی تابع جمهوری است با لباس‌های کبوت و دستپرور یا شاگرد شیرعلی بازاروف است رجبوف که با لباس‌های سفید هست و قبل از این رقابت ها هم از آمادگی دستپروران ورزش شیرعلی بازاروف پرسیدم. گفت که ما هم از سال به این مسابقات تیاری میبینیم و امسال هم تیاری جدی‌تر دیده ایم و ببینیم چگونه هنرنمایی میکنند از پرورانی آنها. و اینجا اصول ببینید در بخش کار در زمین اصول خفه کردن را استفاده میکند رجبوف، در حالی که هیچ امکانی استفاده از این اصول به منفیت نبود. و هر حال چند مدتی که گذشت در بخش کار در زمین نتیجه نبخشید و شیرعلی بازاروف هم به شاگردش چیزی گفت بعد از اون که یک لحظه ایست یا توقف به نظر می رسید. اکنون فرصت برای اجرای استفاده تامای نگ فن خودانداز به تتمی و بعدن اداره کردن حریف، اما اکنون با استفاده همان اصول پرتاب سیاه نگ قادیروف میل داشت ولی موفق نشد. در بخش کار در زمین رقابت ها ادامه میکنند و این هم باز همان روشی خفه کردن یا نفسگیر کردن حریف، ولی این مراتب هم موفق نمی شود. با شیوهی که در ورزش های رزمی ترکیبی استفاده می شوند اصول های کار در زمین به همان شیوه رجبوف دو مراتب اصول بوغی کردن حریف را استفاده کرد ولی موفق نشد. رقابت ادامه می یابد با یک کارد زرد. قادیروف نسبتاً نتیجه سست‌تر دارد در این رقابت از نگاه منطقی و رجبوف با یک اصول پرتابی سیاه نگ همون برتری خود را میل زیاد کردن داشت ولی موفق نشد. سیاه یک بار دیگر مورد استفاده رجبوف ولی نتیجه هم نیست. محمد ایسا رجبوف
ورزشکاری که امید مدال هست برای استادش در این رقابت ها. شیرعلی بازاروف که سالها در تیم ملی جودوی تاجیکستان در رقابت های بین المللی از چمپیونات آسیا، بازی های آسیایی و دیگر مسابقات جهانی تاجیکستان را نمایندگی کرده است. امروز به صفت مربی هست و آن دستاوردهایی که خود در ایام راهبریش نرسید اکنون در ایام ورزشیش اکنون امید دارد که دست پروران او شاگردان او به کمال ورزشی برسد. در بخش کار در زمین استفاده اصول ها امروز زیاد شد، اما هیچ کدام از آنها فرصت را استفاده کرده نتوانستند. قادیروف میل استفاده کردن آن و آن شانس را دارد، اکنون توانست. اسیکامی وضع بالاخره اصولی که دو مراتب رجبوف آن را میخواست استفاده کند و حریف را مغلوب کند نتوانست، ولی بالاخره در همان ثانیه های پایانی وقت اساسی قادیروف توانست از اسیکامی وضع استفاده کند، یعنی اداره کردن حریف به تخت پشت در زمین و به مرحله بعدی رود. سیرحمان قادیروف از شهر و نواحی تابع مرکز امروز برتر ظاهر شد و در این رقابت اکنون دستی بالایی را دارد. او به مرحله بعدی خواهد رفت. اینجا رقابت به پایان رسیده. بعضی ورزشکارانی که واقعا تجربه اشتراک در مسابقات سطحشان بالاتر را ندارند، با آنها دستن در کاران مسابقات یک نوع میفهمانند که باید ادای احترام را چگونه به جا آورد که یکی از رکنهای مهم هست. اما در این رقابت دوستان عزیز در ثانیه های پایانی استفاده اصولی کانسیتسو وضع یا معذرت اسیکامی وضع بود. از این لحاظ نتیجه مثبت نداد برای قادیروف، یعنی امتیاز نیست. گلدن سکو هست. در گلدن سکو اکنون عادی ترین امتیاز میتواند که نتیجه رو بر سود ورزشگر فعال رقم بزند.
در گلدن اسکور رجبوف با یک وزری که به دست آورد کار را بر سود خویش به پایان برد و به همین ترتیب به مرحله سوم رقابت ها می رود. نوارهای آهسته را یک بار دیگر ببینیم در گلدن اسکور چگونه این اتفاق افتید. اصول کمری را اول استفاده کرد، موفق نشد، ولی بالاخره همون استفاده اصول های کار در زمین نقش مؤثر گذاشت و در این رقابت اکنون قادیروف دستی بالایی را داشت. قادیروف سیرحمان هم موفق شد به مرحله سومی رقابت ها رفت و اینک باقیوف را خواهیم دید در دور اولی رقابت ها. ابوبکر باقیوف با لباسای کبود هست در برابر مصطفی یوسپوف رقابت میکند. در بخش کار در زمین ابوبکر باقیوف از سلسله یا سلاله پهلوانی باقیوف ها، ولی در این مرحله از رقابت موفق نشد و به همین ترتیب به نظر می رسد که امروز با هر ورزشکار در تاجیکستان یک حریف نابابه هست و ببینید چگونه استفاده اصول های متفاوت از یک شیوه به شیوه دیگر گذاشتن. از سیکامی وضع باقیوف استفاده کرده توانست، ولی با پای هایی که یوسپوف دفاع میکند راه فرار از حمله حریف یا امتیاز حریف رو بسیار خوب میگیرد. ببینید در بخش کار در زمین ورزشکاران ما در رقابت های جهانی بسیار میلنگند، ولی در داخل کشور در این بخش بسیار خوب هنرنمایی میکنند. یعنی بیشتر از اصول های هست که در بخش کار در زمین اجرا میشوند و بسیار مؤثر هستند. رقابت از بخش سراپا ادامه دارد. باقیوف ابوبکر اگر با ارثیت گرفته باشد از پدرش چیزی و بله ببینید چی یک جذابیت داشت دوستان عزیز. پرتاب جذاب سراپا از سوی ابوبکر باقیوف و به همین ترتیب ابوبکر باقیوف امتیازی کامل پا را به دست آورد و در این رقابت قبل از انجام وقت اساسی پیروز شد. نوارهای سوس کرده شده یا آهسته را خواهیم دید که چگونه این امتیاز جذاب اتفاق افتاد. امتیازی واقعا خوبه بود برای باقیوف.
و مرحله سیومی رقابت ما می‌رود. مصایف سنت الله واقعا کاری شایسته کرد. این هم نوارهای آهسته یا سوس کرده شده. یک بار دیگر مشاهده میکنیم. با این میگن زیدی حمله با روش سومیکایشی. حریف رو یک نیم دوره حداقل چرخش دادن، در حالی که حریف ببینید میخواست استفاده اصول اوچیماتا کند، ولی زیدی حمله بسیار خوب بود. نه هر ورزشگر قادر است که همین اصول رو استفاده کند. اینجا این اصول رو ما بارها دیدیم که آناشاه در همین دسته وزنی رقابت ها استفاده میکند، یعنی ورزشگرانی که بسیار با قدرت هستند، قدرت و تواناییشون زیاد هست، آنها میتوانند به این شیوه در برابر حریفان مبارزه برند. رقابت نوبتی دوستان عزیز در برابر رحمتوف است. با لباسای سفید فرقت رحمتوف از دسته ولایت مختار بدخشان، ولی در همان لحظه اول رحمتوف از میر شریپوف یک ضربه سخت فنی خورد و به همین ترتیب میر شریپوف فریدون در این رقابت در کمترین فرصت دست بالا را داشت و موفق به کسب یک امتیاز جذاب و زیبای پان شد و این را هم روی تصویر
آهسته یک بار دیگر از تصویر هوایی میبینیم که چگونه استفاده کرد. ببینید پرتاب بالای شانه، استفاده اصول های سراپا به این ترتیب با اجرا درآمد. یک بار دیگر مشاهده بفرمایید پشت پای حریف ضربه زدن. اشیوازه خیلی عالی، خیلی جذاب و دیدنی. این هم جذابیت جودو هست. ببینید پای را به این شکل حلقه زدن با پشت پای حریف و از پشت ساق حریف به این ترتیب ضربه زدن یکی از جذابیت های جودو است و به همین ترتیب در کمترین فرصت امتیازی کامل ایپان را به دست آورد و به مرحله بعدی رقابت ها رفت. میر شریپوف فریدون از دسته رشت. اکنون نجمیدینوف به صحنه رقابت میبراید. نجمیدینوف محمد شریف با لباسهای سفید در برابر هماوردش برکت الله اکرامزاده از دسته دوشنبه هست. نجمیدینوف و اکرامزاده باشد از شهر و نواحی توبه مرکز. در رقابت اولی که محمد شریف در برابر حسن اسحاق زاده داشت همانجا بود که با اصولهای پرتابی اورانگ یک مرتبه دیگر به همان شیوه برداشت و زدن وزری هست یا نه. امروز به نظر می رسد که هر کسی در بخش سراپا به محمد شریف حمله می کند او هم زید حمله بسیار سنگین را مشاهده خواهد کرد. دور سیوم رقابت ها است دوستان عزیز و در این دور از رقابت ها خواهیم دید که چی اتفاق خواهد افتاد و یادآور میشم که همزمان مخلصان و هواداران و علاقمندان جودو میتوانند از دو تتم این مسابقات قهرمانی جودوی تاجیکستان در سال 2023 را مستقیما تماشا کنند، هم با وسیله شبکه تلویزیونی ورزش و هم با طریق شبکه تلویزیونی فوتبال. از دو شبکه مستقیما هر دو تتم منظور هواداران و علاقمندان جودو میگردد و دوستداران جودو مستقیما تماشا خواهند کرد. یک وزری به محمد شریف نجمیدینوف، ورزشگری که در فرم خوبی ورزشی قرار دارد یا در همان حالت معمولی ورزشی امروز میتواند از خود هنر و استعداد خوب به جای بگذارد و یک چیزی را مشاهده کردیم در سیما یا در فعالیت ورزشی ورزشگران کشور که بعضی از آنها در رقابت‌های داخلی کشوری بسیار شایسته هنرنمایی میکنند، بسیار خوب هنرشان را به هواداران و علاقمندان جودو به نمایش میگذارند، اما در رقابت‌های بین المللی چون میبرایند یعنی دست و پا گم کرده میشوند تا جای حتی از مرحله های اول و دوم نمیتوانند عبور کنند. با همین گویم قابل ورزشگران همین محمد شریف نجمیدینوف
شامل هست. یعنی چندین بار او را در گران پری گرند اسلم دیده ایم اما از مرحله مقدماتی عبور نکرده است. ولی در رقابت‌های داخل جمهوری بسیار ماهرانه و با استعداد هنرنمایی میکند و حق نظرов هم از زمره دیگر پهلوانانی که در داخل کشور بسیار شایسته هنرنمایی میکند اما در رقابت‌های بین المللی چندان استعدادش به جلوه ندر آمده است. و شاید در همین بخش روانشناسان با ورزشکاران کار کنند و همان متخصصان بخش روانشناسی با آنها همکاری کنند و آنها توانند که یعنی در همین بخش با ورزشکارانی که در داخل بسیار ممتاز هستند و در رقابت‌های بین المللی چندان شایسته هنرنمایی نمی‌کنند شاید این بخش رو به ذمه بگیرند و دستاورد خوبتر شود. و یک چیز رو دوستان عزیز از چمپیونات جهان یا مسابقات قهرمانی جودوی جهان در تاشکند مشاهده کردیم همین بود که وقتی یک ورزشگر ژاپنی به رقابت می‌برآمد یا اینکه به همان مرحله بدن گرم کردن می‌برآمدند قریب 4-5 نفر دیگر او را همراهی میکردند. وقتی پرسیدیم آنهایی که همراهی میکنند کی هستند گفتند که آنجا همان مربی ورزشگر مربی اساسی دکتر روان درمان و دیگر مربیان بودند که او را همراهی میکردند و با همین ترتیب وقتی اساسی به انجام میرسد دوستان عزیز نجم‌الدینوف در دور سوم هم دست بالایی را داشت با یک وزری و در برابر اکرمزاده برکت الله پیروز شد و به مرحله چهارمی رقابت ها را به مرحله 4 یکنهایی رفت. با همین ترتیب دوستان عزیز این هم اما پرتابی بود که در لحظه اول به نظر می رسید وزری بود داور دستش رو نبرداشت و ثانی‌تر یعنی بعدتر داور هم دید که وزری هست و این وزری ببینید برداشت و زدن وزری اوراناگه امروز اصول سر استعمال برای محمد شریف نجم‌الدینوف بود 2 مرتبه در 2 رقابتش از این اصول استفاده کرد و موفق شد. دور سوم رقابت‌ها ادامه دارد. الهام‌الدین جابیروف با لباس‌های سفید. الهام‌الدین از دسته رشت ببینید چی پیاپیی هست در فن و ترفندهایی که اجرا می‌کند یا همان بند و اصول‌هایی که به کار می‌برد. او در برابر فرخ خواجه‌یف هست. فرخ خواجه‌یف از دسته خطلان 2 هست. فرخ اصول بوغی کردن با وسیله پای و رقابت مر می شود چون همین شیوه استفاده خفه کردن یا بوغی کردن که در مد نظر داشت خواجه‌یف جابیروف معذرت چندان موقعیت نداشت و به همین ترتیب رقابت منع شد و از سر نو اکنون رقابت شروع می شود. داور مرکز به هر دو هم کارد زرد میده به یک خواجه‌یف با دلیل مقاومت نادرست. نتیجه بر سود جباروف خواهد بود چون با دلیل یکم اشتباه گرفتن در بخش قپیدن کارد زرد به خواجه‌یف هست.
باز هم همان بخش کار در زمین، باز هم همان اصول خفه کردن. اما ببینید چی این اصول ها رو بعضا قربانی میگویند، یعنی حریف خود رو به حد فدایی میکند که میتواند همین عمل او باعث مغلوب شدن خود او شود. بیشتر از نصف وقت اساسی سپری شده، کسی از ورزشکاران موفق نشدند. تا همان اصول های مورد نظرشون رو به اجرا درآورند، ولی به هر حال کوشش، جهد و تلاش هست و ببینید چی استفاده بند و اصول های مختلف به اجرا در می آید. سومیگایشی خیلی جذاب و دیدنی و ظریف و جابیروف و به همین ترتیب 1 دقیقه و 11 ثانیه تا پایان وقت اساسی است و جابیروف در صورت نگاه داشتن همین امتیاز میتواند خود را در مرحله 4-1 نهایی ببیند. یک بار دیگر ببینیم او چی متر را میخواست استفاده کند. هماوردی جابیروف یعنی خوجایف، ولی ببینید خودش اما به نظر میرسد که پام باشد. داوران چی قضاوت میکنند هنوز خلاصه نهایی نیست. داور مرکز در اینجا وزری بها گذاری کرد و خلاصه نهایی را ببینیم چگونه خواهد بود. خلاصه نهایی وزری نیست، ایپان است دوستان عزیز. این بود دو گویم بخش های فن و همان اصول هایی که امروز مشاهده کردیم. ابتدا وزری و بعدا ایپان دادن. خیلی جالب. اکنون قریب که کلی ورزشگران ما احساس میکنند، مشاهده میکنند که چگونه باید به همدیگر ادای احترام گذارند. انا همینجا ببینید ایپان او چی مته، ولی نه بسیار جذاب و دیدنی استفاده شد. یک مراتبه دیگر میبینیم به این شیوه. دومین بار هست که به همین ترتیب استفاده میشند همین اصول. یوگنی رخلین و خود محمد شریف سلیمانوف و دیگر استادان ورزشی درجه بین المللی از تاجیکستان این رقابت ها را از نزدیک تماشا دارند دوستان عزیز. و باقیوف ابوبکر در مرحله نوبتی است دوستان عزیز. باقیوف ابوبکر در برابر سعیرحمان قادیروف است. سعیرحمان قادیروف است شهر و نواحی تابع جمهور است و ابوبکر باقیوف باشد از دسته خطلون معرفی شده در این رقابت ها. ولی مهمتر از همه نتیجه هست و خلاصه گیری از
نتیجه نهایی این رقابت ها. و زری با رجبوف. اما زیدی حمله باقیوف رو ببینیم که چگونه اتفاق می افتد. بار دیگر هم استادان ورزش رو روی تصویر هم مشاهده میکنیم. آنهایی که دل باخته و شیفته گوشتین و پهلوانی هستند واقعا در دوران خود عجب ایام خوش سپری کردند که این رو ما از نقل‌های آنها شنیدیم، از روایت‌های آنها شنیدیم، از داستان‌هایی که کردند. و یک بار دیگر هم در همین رجبوف در حال اجرای یک اصول دیگر بود. باقیوف فرزند رستم باقیوف است که رستم باقیوف واقعا یک ورزشگر با استعداد بود. برادر رسول باقیوف که اولین نشان برنجی بازی‌های المپی را به تاجیکستان آورده است و رستم باقیوف امروز به صفت مربی هست و فرزند او ابوبکر باقیوف ببینیم چگونه هنرنمایی میکند. در تاجیکستان بارها توانسته است که در بخش سبک وزن‌ها در دسته وزن 66 کیلو در مسابقات مهم جام پایتخت، مسابقات جام نوروز شاهد پیروزی بچشد، اما در رقابت‌های بین المللی چندان دستاورد ندارد. اکنون باقیوف با حریف هست که قریب از او هیچ تفاوت ندارد در بخش و استفاده اصول‌های مختلف جودو. در رقابت گذشته که ابوبکر باقیوف در برابر حریفش مصطفی یوسفوف رقابت کرده بود، در آن رقابت دیدیم که چگونه از اصول‌های پرتابی به مورد استفاده کرد باقیوف. ولادیمیر یلچنینوف در برابر احتم رجبوف هست روی تصویر. دو هم نسلی که در بنیاد جودو در تاجیکستان نقش دارند. احتم رجبوف بنیادگذار جودو تا به این ترتیب از سوی ابوبکر ولی نتیجه نداشت. احتم رجبوف در بنیاد و پایه‌گذاری جودو در تاجیکستان نقش بسیار مؤثر دارد و او را اساس گذار یا بنیادگذار جودو در تاجیکستان میگن احتم رجبوف را، چون در اولین سمینار بین المللی جودو در تاشکند اشتراک کرده بود سال 73. همین چهره که روی تصویر میبینیم و هر دوی اینها هم نسل هستند، در یک جا تعلیم کردند و ولادیمیر یلچنینوف از زمره مربیانی که رسول باقیوف را در بازی‌های المپی پکین همراهی میکرد و در آنجا بود که رسول باقیوف برنده نشان برنجی شد و از همان زمان ولادیمیر یلچنینوف دیگر از تاجیکستان دل کنده نمیتواند. او میگوید که پهلوانی در رگ و پیوند یا رشه های تاجیکان هست. از این رو امید دارد که از میان این پهلوانان قهرمان های بازی های المپی و قهرمان های جهان را ببیند. ثانیه های پایانی وقت اساسی ابوبکر در حال مقابله نشان دادند و در اینجا گمان میکنم رقابت را من خواهد کرد و اما 12 ثانیه چی نقشه میتواند داشته باشد؟ ابوبکر آیا از صدی راه برداشته می شود؟ یکی از مدعیان بود، یکی از امیدها بود برای رسیدن به عنوان قهرمانی، ولی ابوبکر باقیوف امید نشانی کیلو از این مسابقات برکنار می شود، از رجبوف شکست می خورد. و بازار ناصیروف سالها سرمربی تیم ملی جودوی تاجیکستان بود. در ایام او بود که نشان برنجی بازی های المپی به تاجیکستان آمده بود. یکی از چهره های تاثیرگذار در رشته جودو به هر حال به شمار می رفت. به همین ترتیب دوستان عزیز رجبوف محمد ایسو این چهره که روی تصویر میبینیم در برابر باقیوف پیروز شد و به مرحله
بعدی رقابت ها را ببینید چگونه از اصول گرمشت که در گوشتین ملی ما هست به همین شیوه استفاده کرد رجبوف محمد ایسا و به مرحله بعدی رقابت ها رفت. رقابت نوبتی دور سیوم رو میبینیم با اشتراک این چهره موسایف با لباس های سفید است. سنت الله موسایف از دسته دوشنبه. سنت الله که در دو مرحله امروز رقابت کرده بود. ابتدا شهاب الدین دلمراد زاده را اسدی را برداشت، بعداً بر رحیم زاده علی شیر از دسته ختلان پیروز شد. اکنون در مرحله سیوم هست، در برابر فریدون میرشریپوف هست. ببینیم چی کار خواهد کرد. فریدون میرشریپوف از ولایت کوهستان بدخشان است، ولایت مختار کوهستان بدخشان. تا اینجا علاقه میرشریپوف دو کارد زرد دارد و این احساس خطر را برای او زیادتر خواهد کرد. اگر نتواند که یگان ضد حمله به مورد به سامان برساند، احتمال دارد که با یک کارد زرد دیگر خنسو کمک بگیرد و سومین خنسو کمکی را در دسته وزن 73 کیلوگرم ببینیم. وزن 73 کیلوگرم را دوستان عزیز یکی از وزن‌هایی که در آن چالش زیادتر هست، یعنی وزنی که در آن رقابت ها با شوقتر، دیدنیتر، پرسرعتتر و با شور و هیجان زیادتر هستند در جهان میداند. و باز هم سومیگایشی باز یک امتیازی وزاری. به همین ترتیب موسایف سنت الله با یک وزری پا بر دوری چهار یک نهایی خواهد گذاشت. اما تا کجا موفق خواهد شد این را وقت نشان می‌دهد. داوران در مورد آن قضاوت میکنند که این ایپان بود یا وزری یا چیز نبود. به هر حال داور مرکز در همان لحظه اول وزری داد. اما دیگر داوران چی میگویند؟ بله، در نهایت قضاوت داوران سر آن است که همان وزری هست. وزری و برتری کامل بر سود موسایف سنت الله. پایزنی که داشت سنت الله چندان با موقع نبود. آیا این پایزنی
خلافی قاعده بود. اگر خلافکاری باشد شاید بله ورزشگر ادای احترام میگذارد اجرا کننده همین اصول. اما به نظر می رسد که آسیب دیده باشد میرشریپوف و سیومین کارد زرد جزا خانسو کمک و به همین ترتیب سنت الله موسایف از دسته دوشنبه به مرحله بعدی رقابت ها می رود به 4-1 نهایی. این همان یک وزری بود که در آغاز گیرودار در همان لحظه های اول و اجرا در آمد و به همین ترتیب تا لحظه پایانی حفظ شد همین وزری و با یک وزر او پیشتاز است. جو محمد برآمده است. یوسفوف محمد. بله من معذرت میخوام. حالا اکراموف منتظر است. تو هر دو نبودند در اینجا اکرام و استوپیریون که محمد برآمده است. بله. عبداللهیف با محمد میبراید. عارف عبداللهیف. جفتی آخران در پروتکل من اکراموف. برکت الله با دیواشته استوپیریون شاید نقصان بود در اونجا. حالا فدراسیون جودوی تاجیکستان هر لحظه رو پیگیری میکند. حتی همون کیمانایی که پیشتر پهلوانان کوتاه و دراز میپوشیدن حالا اکنون نظارت میبرند و اگر نفری که در همین جا خطا کند امروز میتواند که فردا در مسابقات بین المللی هم به همین رادیت. عارف عبداللهیف بر مقابل محمد یوسفوف کشتین میگیرد. دوره دوم است. حالتی از ایکومی محمد او دست بسیار میزه. محمد یوسفوف دست رو کمی ناقلای داشت. اکنون با هم می چسبند. نوبت دیگر این نوبت مبارزه در دوره سوم آغاز شده است. در زمین برای عبداللهیف پهلوان شهر کولاب میسر نشده است. دوباره حالت بسیار خوب و گوارا را نشون میدهند. حالت اسایکامی برای عارف عبداللهیف میسر نمی شود چون که محمد نیست در این شیوه بسیار قوی است.
برای پهلو آوردن کوشش میکند. تلاشو برای امتیاز نوبتی آوردن. جهدو تلاش رو با بر می‌آورد. و مبارزه ادامه می‌یابد هر لحظه. هر نوبتی که امتیازهای خوب رو به دست آوردن برای آنها خیلی شایسته است. عبداللهف یوسوپوف حدود 3 دقیقه در این نبرد ادامه دارد. عارف عبداللهف یک وزری را بالاخره در ثانیه های اخیر کار میکند و اکنون محمد رقیب خویش یوسوپوف را زمین می‌دارد. محمد یوسوپوف تسلیم می‌شود. آفرین عارفانه کار کرد. اکنون دوستان عزیز می‌رویم به نبرد دیگر. شمس‌الدین رحمتوف بر مقابل شکرانوف گوشتین میگیرند. قاسم شکرانوف، رمضان میرزا جمیل رمضانوف با علی جان سفرعلیف با میدان خواهد برآمد. اولین نوازلاره برای شکرانوف. باور کنید این نبرد باورین شروع شدنش ببینید چگونه سر کتفی عالی بود که در اینجا پهلوان یک تگ کبوت رقیب را پهلو میافتوند. عالی. این ایپون است بله ایپون است که شکرانوف قاسم نشان داد. اکنون دوستان عزیز علی جان رمضان میرزا جمیلوف با علی جان سفرعلیف در دور سیوم مقابل همدیگر بر روی تاتمی میبرایند. میرویم با تماشای نبرد. واه چگونه اصول سیاه نگه که ما آرزو میکردیم دیدنش رو در این نبرد دیدیم. اکنون دوستان عزیز از پرتافت زیبای سیاه نگه شکرانوف با نبرد میرزا جمیل رمضان و پهلوانی که جداگی سفید ببر کرده است بر مقابل رقیب قد بلندش علی جان بر مقابل رقیبش مومینوف عبدالرحیم میگیرد. میرزا جمیل رمضانوف در مقابل رقیبان خیلی شایسته است. من دیدار اولا اکنون یک دیدار بسیار جالب خواهد شد. بعدا اگر غالبیت رو ببینیم روش کار رو میبینیم شاید شرف با رمضانوف هم گوشتین گیرن. اکنون نورابشان است هنوز ما پیش نمیرویم سراسیمه نمیشویم و منتظر میشویم که شاید این دیدار هم دیدار
барпо шавад. Мирзоҷамил Рамазонов бо Муъминов андари майдон ҳастанд. ва ҳоло касе дар ин ҷо афзалият надорад миёни ин паҳлавонон ва мубориза ҳанӯз шурӯъ шудааст. оҳо як паҳлу ҳолати асаи коме метавонист ки дар ин ҷо Мирзоҷамил Рамазонов рақибро дорад. бори дуюм барои партофти зебо Мирзоҷамил Рамазонов. Мирзоҷамил ки ӯро бештар бо номи Азиз медонанд бисёр партофтҳои зебо дорад. ҳоло мебинем ҳолати такрорро чӣ гуна буд. ин вазаре аст. Фаридун Устопиров дар тамос бо ҳайати доварони болоӣ аст. ин назарро дубора коргардон пешкашимо мегардонад. шояд баъзе нафарон инро ипон бубинанд, аммо фикр мекунам ин партофти ҷолиб буд. ва бисёр ҳам шоиста буд. ҳоло меравам ба ҳолати ла додани даст. Рамазонов як вазаре Рамазоновро ба пеш мебарад. ҳоло
дар вазни зери 73 кило ҳамоно идомаи набардҳо аст дӯстони азиз. вақт ҳам ба поён мерасад, ками дигар боқӣ мондааст. аз ин дидор фарен мирзоҷамил рамазонов худро аз ин ҳолати мушкил раҳо кард. хеле хуб кор кард. акнун 30 сония дигар боқӣ мондааст аз ин набард. то ё мирзоҷамил рамазоновро ба қисматҳои минбаъда барад ё ки дар ин ҷо ба набард раванд. ин бори дуюм аст ки вазаре дар ин ҷо мирзоҷамил рамазонов. ин паҳлавон ман боварӣ дорам ки бо абубакр шеров гӯштини хуб гиранд. агар ба он шарте ки абубакр шеров аз ин қисмат равад. мирзоҷамил рамазонов офарин. абдуллоев фориф бар муқобили шукронов гӯштин доранд. ин ҷуфтаки ҳарду ҳам давраҳои аввал хуб гӯштин гирифтанд, вале шоиста набард миёни паҳлавонони зери 73 кило хеле зиёд буд. бисёр олӣ гӯштин мегирифтанд ва миёни ҳамдигар гӯштин мегирифтанд. гӯштини хуб буд. лаҳзаи таваққуф Толибов кардааст.
баъдан барои ҳаҷме Намон. Hiç yapınız, hıdır güzel karşıdan. ҳоло муқобилият боз ҳам сахттар ва пурзуртар мешавад. шукронов дар замин, абдуллоев бошад барои паҳлӯ афтодани рақиб ҳуҷум мекунад. اینجا عارف عبداللهев توسط سر خود رو دفاع کرد. هیئت داوران چی میگویند؟ قدر خطرناک نبود ولی عارف کوشش دارد. عبداللهев بسیار نبرد شایسته خواهد بود بعد از اونه که میرزا جمیل رمضانوف با ابوبکر شرف به میدان میبراید. این رقابت خیلی دیدنی و شایسته خواهد بود. یک وزر بالاخره برای شکرانوف نشد هنوز. بسیار شکرانوف عالی کار کرد، فقط لحظه لازم بود که در اینجا رقیب را کمی دیگر تابش میداد و رقیب با یک وزر جمع بس میشد. Kantar ziyod bishing qo'ying. Kantar ziyod bishing. بسیار عالی و بسیار هم دیدنی. اکنون اولین شیدا برای شکرانوف. نه برای شکرانوف فکر میکنم برای شیدا برعکس حال برای عبداللهев عارف نشون داد، چون که عارف عبداللهев کم فعال بود، شکرانوف حرکت کرده بود با پرتاب. عجب خیر پیشتا پارتوش نمیشد. پیشتا پارتو دیژنه که تمام کمی در اینجا و بسندگی نکرد. تاخیره یه بار دیگه میرود این نوبت. اکنون هنوز هم شکرانوف کمی میموند تا اینکه رقیب رو به پهلو برد. شیدای نوبتی شاید برای عارف عبداللهев شود. حرکت های امید بخش از جانب شکرانوف است. Taraf.
شدای دویم است که برای عبدالله عارف عبدالله نشان میدهند. شکرانов گشته و برگشته با پیروزی نزدیک می شود ولی گلدن سکو اینجا شروع شد. حساب تلایک شده می شود برای این جفت. دستا برو ای باباش اگر باری سیوم شده نشان دهند پس باخت برای عبدالله عارف خواهد بود. شان آوات کی است. Kavyor diyor, şakıncı kavyor diyor. Namon, namon! بالاخره کارم کرد. شکرانov اکنون سرکیت رقیب را با زمین آورد و با قسمت نیمه نهایی رفت. دوستان عزیز اکنون می رویم با دیدار خیلی هم جالب و جذاب. میرزالجمیل رمضانوف پهلوان یک تک سفید با ابوبکر شیروف گشتین خواهد گرفت. دو پهلوانی که این جفت میان همدیگر بارها گشتین گرفتند و این ابوبکر شیروفی که بسیار هم جوان بود حتی 18 سال نداشت بر مقابل رمضانوف و محمد نجمیدین مبارزه خود برده بود. حالا اکنون این دیدار بالاخره دایر می شود و رقابت را در یک جایگی تماشا میکنیم. چی می شود؟ کی به قسمت نیمه نهایی می رود؟ این نبرد را جمشید لالخانوف حکمی می کند. داور درجه جمهوریوی ابوبکر شیروف بر مقابل میرزالجمیل رمضانوف، یکی در راستا و دیگری در پارتر. کارش عالی است. انکترش میرزالجمیل رمضانوف در راستا و شیروف باشد کار را میخواهد با پارتر برد. ببینید در اینجا ابوبکر در حال برای زمین کار کردن هجوم میکند. حالا آرام است میرزالجمیل رمضانوف. رمضانوف بسیار عالی اکنون هجوم میکند. ابوبکر شیروف برای رقیب را میخواهد سمت دیگر برد. در زمین کار کردن میرزالجمیل رمضانوف میدوند که بر مقابل او حالتی از سیکامی بسیار خطر دارد. پای را داشته است و این حالت رخ نداده است.
ببینید حالت زمین نگاه داشتن. رمضانوف رها میکند این حالت خود را. نوبت دیگر می روند. شرف میرزا جمیل رمضانوف برای یک دیگر می ایستند. کمر داشتنی میرزا جمیل برای ابوبکر شرف خطر است و چنگال داشتنی ابوبکر شرف برای میرزا جمیل رمضانوف خطر دارد. اکنون ببینید حالت زمین نگاه داشتن. رها میکند از این حالت مرکب. این نبرد هم نبرد شایسته است. بسیار حالت خوب است که میتواند در اینجا یک راستا و دیگری در زمین کارو پیش برد. بسیار حالت خطرناک برای هر دو محسوب می شود. حالا ببینید اکنون میرزا یک وزری در اینجا میرزا جمیل رمضانوف به تخت پشت آورد. ابوبکر شرف بسیار ماهرانه کار کرد. اگر کمر بستن داشته بود این پهلوان توانست که رقیب رو زمین آورده فرو آورد. انا این است جوانی که قادر است برای خوب نشان دادن هنر شایسته کش. میرزا جمیل رمضانوف خود به تخت پشت افتید و چی گفتن و چی دیگر کار کردنش رو ندانست. این پهلوان جوان بسیار ابوبکر اکنون شرف شیرانه رقیب را به تخت پشت آورد و همین طریق به قسمت فینالی رفت. قسمت فینال هم خوب می شود. باور کنید حالا حالت تکرار رو میبینیم چگونه بود. اشتباهی که میرزا جمیل آدینایف در اینجا رمضانوف در اینجا راه داد و ابوبکر شایسته با یک قوه بسیار هم بلند. ببینید حالت تکرار رو میبینیم. حرکت از جانب رمضانوف بود ولی خود با تخت پشت افتید. فقط برای شرف لازم بود که عکس العمل رو به کار برد. این حالت اشتباه دویم بار است که برای میرزا جمیل رمضانوف رخ میدهد. این حالت دویم بار است که به همین اصول میرزا جمیل رمضانوف از دست ابوبکر شرف شکست میخورد. آفرین. ابوبکر شیرانه به پیش میره و در قسمت فینالی وزن زیر 73 کیلو نبرد خیلی شایان است. اینک نجمیدینوف در مرحله چهار یک نهایی رقابت ها در برابر هماوردش جابیروف الهامیدین هست. جابیروف الهامیدین با جداگی کبود و نجمیدینوف با جداگی سفید هست. رقابتی حساس. به هر حال بازنده این مرحله شانسی دویم دارد به قوزمای تسلا بخش می رود و بعد از آن احتمالیت رسیدن به همه رقابت های نهایی و برای به دست آوردن مدال رو شانسش رو دارد یا امکان دارد. اما برنده این مرحله می تواند در دوری در دوری نیمه نهایی باشد.
امروز هر کی در برابر نجمیدینوف استفاده همان اصولهای معمولی سراپا را داشت، یعنی حمله میکرد، در نهایت بازنده میشد. جباروف الهامیدین و استفاده سراپا همان اصولی که در اوج اعلا اجرا شد. همان طور که گفتم محمد شریف نجمیدینوف در رقابت‌های داخل جمهوری اسلامی بسیار خوش می‌درخشد و ببینیم چی تا کجا می‌رود و تا کدام درجه می‌رسد، تا کدام موقع می‌رود، تا کدام مرحله و آیا توانی رسیدن به عنوان چمپیونی را دارد یا نه. یک بار دیگر از نوارهای تدریجی سوز کرده شده می‌بینیم که چگونه آسا توگری به اجرا درآمد و بسیار جذاب و دیدنی بود. دوستان عزیز، هواداران علاقمندان گشتین زیبای جودو برمیگردیم. گزارش مستقیم و ادامه می‌یابد از مرحله چهار یک نهایی رقابت‌های چمپیونات جهان اوید با جودو یا مسابقات قهرمانی جودوی تاجیکستان در سال 2023. اینجا قدرت‌ها، بهترین‌ها یا برگزیده‌های جودوی تاجیکستان مشخص خواهند شد و آنها برای رقابت‌های بین‌المللی آمادگی خواهند دید. و با جودوگی سفید رجبوف هست، محمد ایسا رجبوف، این چهره که روی تصویر نزدیک هم مشاهده کردیم. با جودوگی سفید، با جودوگی کبود باشد سنت الله موسایف. سنت الله موسایف هم در رقابت‌های گذشته شایسته هنر نمایی کرد و محمد ایسا رجبوف نیز بیشتر در بخش کار در زمین توجه میکرد، یعنی در بخش احتکام وضع، و به همین شیوه بود که توانست حریفان را مغلوب کند. به هر کارد زرد به سنت الله موسایف با دلیل مبارزه نادرست در بخش قپیدن یا همان کومیکاتا، پرتاب سرشانه از کمربند حریف امید قپیدن داشت رجبوف و سه نگه یک جداکار باریزی را در حال تماشا کردن هستیم. رجبوف در صورت پیروزی رجبوف با محمد شریف نجمیدینوف رقابت خواهد کرد در مرحله نیمه نهایی. رقابت ها تا وقت حساستر خواهند شد. و دوستان عزیز، یک نکته یا یک مسئله بسیار مورد نظر هست که امروز یکی از سبب‌های رشد جودو در تاجیکستان بنیاد و تأسیس باشگاه‌های جودو یا کلوب‌های جودو هستند. از آن جمله اولین کلوب ورزشی جودو که در تاجیکستان تشکیل شد کلوب ورزشی وستن بود که در بنیاد باشگاه‌ها آهسته گویم نقش موثر گذاشت. صدها نورس و جوان حتی در بخش زنان هم در باشگاه ورزشی وستن تمرین میکنند و بعد از آن کلوب‌های ورزشی دیگر کلوب جودوی ورزشی حاجی شریف هم امروز نقش موثر دارد. کلوب ورزشی کانی گورت هم نقشش بسیار مهم است در بنیاد و تشکل رشته جودو در میان نورسان و جوانان و به همین وسیله جلب و دعوت نورسان به رشته ورزش و یک عامل سالمی جامعه. پرتافت سری شانه یا همان سایه نگ در مد نظر موسایف و این هم زیدی حمله ایپان
توموی ناگه یکی از جذابترین اصول‌هایی که استفاده شد و رجبوف محمدیسا در مرحله نیمه‌نهایی با محمد شریف نجمیدینوف رقابت خواهد کرد. در گلوی رقیبان اولویت با رجبوف محمدیسا بسیار فنی زیبا، جذاب، فند و تک فند بسیار خوبه را به اجرا در آورد که روی تصویر آهسته هم خواهیم دید. روی تصویر آهسته خواهیم دید که چگونه از این استفاده خواهد کرد. ببینید با چه شکل توموی ناگه به اجرا در آمد. اگرچه خود ببینید توموی ناگه است یکی از استفاده اصولهای بسیار جذاب و دیدنی که در رقابت‌های مهم بارها دیده ایم. همین اصول را فن خودانداز به پشت یا فند خواب اوج امتیازهای جودو را به دست آورد یا همون ایپان و به همین ترتیب به مرحله نیمه‌نهایی رفت. اکنون رقابت ورزشگران دسته وزن 73 کیلوگرم را خواهیم دید. دوستان عزیز، در جایی که برای رقابت شانس دوم جباروف در برابر موسایوف هنرنمایی خواهد کرد و یعنی قوازمایی تسلوبخش ورزشگر موفق یا غالب شانس دارد تا برای به دست آوردن مدال تلاش نماید. یک مرتبه دیگر استفاده معمولی هلوک سراپا از قسمت بیرون ولی موفقیت در پی نداشت. جباروف هم مرحله مقدماتی رو بسیار خوب گذشته بود و این رقابت ها برای رده‌بندی خواهد بود، یعنی برای شانس دوم یا همون ریپچیج غالب برای مدال برنجی شانس پیدا خواهد کرد. جباروف امروز در مرحله اول با اصحاب شیخوف پیروزی به دست آورده بود ولی در مرحله چهار یک نهایی از محمد شریف نجمیدینوف شکست خورده بود. محمد شریف نجمیدینوف در مرحله نیمه نهایی هست ولی خود موسایف باشد سنت الله موسایف در دور اول بر شهاب‌الدین دلمرادزاده پیروز شد و بعد از آن بر فرخ میر شریپوف هم دستی بالا را داشت و در مرحله چهار یک نهایی از محمدیسا رجبوف شکست خورد. محمدیسا رجبوف باشد در مرحله نیمه نهایی هست با محمد رحیم نجمیدینوف رقابت خواهد کرد.
اصول سر پا یا همان سئوی نگه که در مد نظر موسایف بود تا به آخر موفقیت در پای نداشت. 48 ثانیه تا پایان وقت اساسی. خیلی زیاد در برابر همدیگر دست و پنجه زدند، اما کسی از آنها موفق به اجرای اصول نشد. داور مرکز هم با دلیل کمکاری به هر دو کارت زرد می‌دهد. نتیجه کارت‌های زرد برابر است و یک آگاهی دیگر موجب مشخص شدن ورزشگر کمکار خواهد شد و کوچی به این ترتیب استفاده اصول هلاک یا چنگ زدن به قسمت داخل پای حریف از سمت پشت، ولی به نتیجه بود. از سوی جابروف اجرا شد ولی موفقیت در پای نداشت. جابروف الهام‌الدین از دسته نواحی رشت است. سنت‌الله موسایف اینجا زیدی حمله تومای نگه هم با اجرا در آمد. جابروف الهام‌الدین جابروف کار حل کردن نتوانست. و با دلیل از پای حریف قپیدن در بخش داشتن یا همان کمیکت از سیومین کارت زرد و موسایف سنت‌الله داده می شود. همین ترتیب الهام‌الدین جابروف در رقابت شانس دوم یا قوزمای تسلا بخش پیروز می شود و برای به دست آوردن مدال برنجی تلاش خواهد کرد. حالا دوستان عزیز برمیگردیم به نبرد پهلوانان زیر 73 کیلو. جفتی که میان همدیگر گوشتین میگیرن این عارف عبداللهیف است با میرزا جمیل رمضانوف گوشتین میگیرن. در رقابت‌های تسلا بخش اکنون میرزا جمیل رمضانوف رو لازم است که برای جای سیوم مبارزه برد. یعنی حالا برای جای سیوم نه، اول در اینجا در رقابت‌های تسلا بخش گوشتین میگیرد و بعداً به قسمت سوم میرود. این نبرد را داور قد بلند، داوری که شاگردان اصیل رو برآورده است، رزق‌الدین مستقیم امینوف داوری میکند. مستقیم امینوف اطرافی این جفت نظر میکند و مته میگوید و حجمه. مستقیم امینوف تربیت کرده است تیمور رحیموف رو، پهلوانی که او در قهرمانی جهان جای سوم را کسب کرد. این مستقیم بود که خدمت‌های شایانی او به حیث مربی در تربیت نورسان و جوانان خیلی کلان است. اینو اگر ما پوشیم ولی تاریخ پوشونده نمیتونه، چون که خدمت‌هایی که آنها کردن. چه متعی میرزا جمیل رمضانوف رقیب را پهلو میبرد ولی پهلو نمیافتاند. حالا
гаштаю баргашта ин ҳолатҳоро тамошо доранд то инҷо муқаррар кунанд ки партов чӣ буд. бубинед Мирзоҷамил Рамазонов рақибро чӣ марта мекунад. оҳо бо сар омадани Ориф Абдуллоев ҳам ӯро ҳанӯз муваффақ нагардонидааст. идомаи гӯштин аст дӯстони азиз. дар давоми набард ҳоло Ориф Абдуллоев ҳам кӯшиш ва ҷаҳдаш барои имтиёз овардан аст. шудои аввал барои Ориф Абдуллоев аз ҷониби Мустақим Аминов. амма бисёр дар сатҳи хуб аст. ман бори аввал мебинам ки чунин як куштинҳои зебо ва набардҳои шоистаро тамошо мекунем. бовар кунед кас ҳаловат мебарад. барои ҷои сеюм куштин гирифтан миёни Ориф Абдуллоев ва Мирзоҷамил Рамазонов набардро ба бор овардааст. ин рақобат идома дорад. боз ҳамон партофти зеборо такрор мекунад. бубинед аксуламал як вазари ҳадя барои Рамазоновро мекунад. Ориф Абдуллоев бошад. ҳолати ла додани даст таслим мешавад. бале дасти рақибро лаб медиҳад ва Рамазонов барои ҷои сеюм куштин мегирад. ҳолати такрорро мебинем. дар ҳолати такрор ҳам равшан ва шаффоф аст ки чӣ гуна Рамазонов рақибро паҳло меафтонад ва имтиёзи навбатиро сазовор мешавад ва ҳатто дасти рақибро лаб медиҳад. Рамазоновро расман ғолиб эълон карданд. акнун дӯстони азиз баромадан ба қисмати финалӣ Шукронов. ҳоло аз он қисмат аллакай
наҷмиддинов ба қисмати финалӣ баромадааст ва абубакр шеров бо рақибаш шукронов куштин хоҳад гирифт. шукронов қосим. ҳоло мебинем ин набардро чӣ гуна аст. шукронов қосим бо абубакр шеров. абубакр шеровро лозим аст ки ҳар амале ки рақибон мекунад ҳамон панҷаи палангини абубакр шеров доимо рақибро зери чангол мебарад. доимо ҳамеша рақибонро зери чангол мебарад. абубакр шеров беҳуда ӯро насаб шеров нест, панҷааш ба мисли шерона аст. ҳоло абубакр наздик меравад. қосим шукронов бошад, худро канор мебарад. озодона абубакр шеров рақибро зери чангол оварданӣ мешавад. сараввал мехоҳад пои худро раҳо кунад ва баъдан қосим бори дуюм аст ки аз чанголи шеров раҳо мекунад худро. аммо чанголи шеров бисёр қавӣ аст. қосим шукронов камфоъол аст. абубакр шеров бошад. як вазаре кор мекунад. аммо баъзе аз нафарон мегӯянд ки инҷо вазаре нест. шояд довар дар инҷо фикр мекунам хуб боҳу гузошт. барои мунтазир мешавем. бозпас гирифта мешавад. на ва акнун инро вазаре ҳисоб намекунанд. 0-0 набард. довар асматбеков аст аз вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон. довари ҷавон аст. барои чӣ шидоне мухлисонам садо мекунанд баъзан ҳолат. абубакр ҳам замин меояд. шукронов бо абубакр шеров муборизаро идома медиҳанд. дур мегурезад рақиб. шукронов абубакр бошад доимо дар ҳолати пеш, дар ҳаракат ё дар ҳуҷум аст. ҳоло акнун боз абубакр қадаме ба пеш меравад ва рақиб ҳар лаҳза аз ӯ дурӣ меҷӯяд. бубинед ҳолат як муафзари барои такрор кардани амал кӯшиш мекард. ҳоло дӯстони азиз акнун ҳаракатҳо барои имтиёзи навбатӣ аз ҷониби шеров. шеров гаштаю баргашта дар ҳуҷум аст. 1 дақиқаи дигар набард аст дар вақти асосӣ. шукронов қосим бошад бар муқобили абубакр шеров. ҳанӯз муваффақ нагаштанд. на ҳолати асайдоми намешавад, чунки шеров бисёр пӯи рақибро мустаҳкам доштааст. қосим
3 ثانیه هم اگه توانست که ابوبکر رو زیر چنگال نگاه دارد. قاسم هم اکنون فعال می شود و اصول های رقیب را بر مقابل ابوبکر شریف به کار می برد. خسته شدن هر دو. مبارزه همان ادامه دارد. ببینید شریف برای پهلو افتادن رقیب کوشش میکند. یک وزری رو کار میکند در ثانیه های اخیر و این وزر شریف رو به قسمت فینالی میبرد. ابوبکر شریف در قسمت فینال گشته خواهد گرفت. و همین طریق به قسمت فینال می رود. اینک مرحله نیمه نهایی دوستان عزیز، رقابت های جذابتر و دیدنی تر. محمد شریف نجمیدینوف با لباس های سفید از دسته دوشنبه هست. او در برابر محمد ایسار رجبوف رقابت میکند. محمد ایسار رجبوف هم امروز بسیار شایسته کاری کرد، بسیار کارش خوب بود و با همان فنون یا امتیازات کامل حریفان را از صدی راه می برداشت و در راهی رسیدن به فینال است. محمد ایسا و محمد شریف کدام از این دستی بالا را خواهد داشت در این رقابت نیمه نهایی و کدام این نخستین شده به مرحله نهایی می رود. امروز در ضد حمله های حریف نجمیدینوف بسیار شایسته هنرنمایی میکرد، در حالی که حریف میل اجرای همان اصولهای سراپا را داشت. فوراً محمد شریف ضد حمله میکرد، پرداشته زدن. این ورزشگران در رقابت‌های گذشته داخل جمهوری بارها میان همدیگر رقابت کردند. برتری کامل بر سود نجمیدینوف هست با دلیل اینکه دستاوردهای نجمیدینوف زیادتر هست در رقابت‌های داخل جمهوری. موقعیت برای نجمیدینوف، این هم زیدی حمله، او رمگه، اما این هم فشار، یک وزری برای نجمیدینوف. محمد شریف نجمیدینوف در یک برهم و در همه که در حال اجرای اصول ها متفاوت بود. فنون جدا چندان موقعیت استفاده برایشان مشخص نبود. یکی حمله میکرد، دیگر دفاع
رауف حکومتوف هم مربی محمد شریف نجمیدینوف خیلی نگران هست. یک بار دیگر و زری عوضت ایپون سیای نگ جذابترین اصولی که در اینجا استفاده شد. محمد شریف اکنون به فینال می رود. این ورزشگر با تخلصی خیرس میان هواداران علاقمندان جودو معروف است، اما ما میگوییم که چنین استعدادها چنین درخشندگی رو در رقابت‌های جهانی بینیم اگر خوبتر خواهد بود برای محمد شریف، چون در اینجا می درخشد اما در رقابت‌های جهانی چندان درخشندگی ندارد. این واقعیتی است که آن باید گفته شود. ولی به هر حال امید هست که روانشناسان و دیگر متخصصان در بخش موفقیت ورزشکاران به ویژه همین محمد شریف کار میکنند و در رقابت‌های جهانی او را همراهی خواهند کرد. این پاس‌های نگ را بسیار خوب اجرا کرد به سمت چپ. ببینید چگونه حریف را از صد راه برداشت. محمد شریف نجمیدینوف 2 مرتبه اجرای اصول کرد، 2 مرتبه موفق شد. این هم اوج امتیازهای جودو ایپون هست و به همین ترتیب محمد شریف در فینال رقابت‌های امروزه. میرزا جمیل رمضانو با خلعت سفید به میدان میبراید و محمد عیسی رجبوف با خلعت کبود. آن همین چهره تحت راهبری شیرعلی بازاروف. محمد عیسی در رقابت 4-1 نهایی شکست خورد و میرزا جمیل رمضانوف هم برایش رقابت 4-1 نهایی چندان ثمرآور انجام نیافت و رفتی مبارزه در کارنامه این چهره اندک ناکامی را به میان آورد. یعنی اون چیزی که میرزا جمیل رمضانوف میخواست در جریان تلاش چمپیونات امساله موفق نشد. اکنون برای مدال برنجی تلاش دارد. جای سوم هم به هیئت منتخب این چهره را شامل میکند. شاید در قوی کردن هیئت منتخب جودوی کشور البته بازم سهمگذار باشد، چون که سگانه بهترین که در مجموع 4 نفرند، زینه اول، دوم و 2 مقام سوم هر یک وزن به هیئت منتخب جودوی کشور شامل خواهند گشت. از تمرین ها از مرحله های آمادگی و بستگی بیشتر دارد که کدامی از ورزشگران به مسابقات سطحی با شکوه و دیگر مسابقه های سطحشان باز بین المللی سفر برمیگردند. خلاص اینجا خیلی سخن های زیاد هم محفوظ میمونند. راهبریت تازه انتخاب فدراسیون جودوی کشور در این زمینه برنامه های مشخص و معاصر خود را راه اندازی خواهد کرد. این طرز گوشتنگیری راستی آنقدر مناسب نیست برای دریافت امتیاز، اما پهلوانان در پرتل آنها را میباید که در حالت پرتلی باز هم چالاک و زیرک و باز هم هوشیارتر باشند در مجموع.
мирзо ҷамил ба сар андаке боз ҳам мушкиле дар самти фурӯ рафтан ба замин, аммо чандон хатар эҷод накард. фикр мекунам он мавриди амал қарор намегирад. дигар бора он иштибоҳе ки буд, мирзо ҷамил инро хубтар медонад. шидо гирифт, рамазонов ҳам шидо гирифт. муҳаммадисо раҷабов ҳам шидо дорад. ҳамлаҳои ҳарду низ пайваста бештар мешаванд. руҷӯи паҳлавонон барои медали биринҷӣ вазни то 73 кило аст. рамазонов, ин ҳаракат ҳам вазари ҳаст. ой, дар ниҳоят ҳам акнун вазареро аз даст дод муҳаммадисо раҷабов дар дақиқаи охирин. фурсати хуб дошт муҳаммадисо барои медали биринҷӣ вазни то 73 кило. دقیقه آخرین باز هم فرصت برای نگاه داشت، حالتی مناسبی از اکرامی، اما از این حالت محمدیسا رها یافت. پهلوانی سفید پوش از دسته خطلون یک خود را معرفی کرده است. بیشتر از هیئت منتخب شهری دوشنبه سفر بر می‌شد به مسابقه های دیگر. شیدا برای کشال دادن وقت به میرزا جمیل رمضانوف. رمضانوف خواست عملی را انجام دهد، زیر چنگال رقیب ماند. رجبوف محمدی سامگرد و رمضانوف از این حالت خیلی خوب استفاده کرد و جای سیوم را گرفت. این وزاری اولینی میرزا جمیل رمضانوف بعداً همین حالتی هیجان آور بسیار لحظه نامناسب برای محمدیسا رجبوف. اینک دوستان عزیز، ورزشگران دسته وزنی 73 کیلو برای به دست آوردن مدال برنجی تلاش خواهند کرد و در دو تتم همزمان ایلهام الدین جباروف و قایم شکرانوف
رقابت خواهد کرد. داور درجه بین المللی حمزه این رقابت رو داوری خواهد کرد. با جودوگی سفید جباروف ایلهامیدین هست که امروز رقابت های او رو پیگیری میکردیم و این هم حمزه که سالیان دراز برای پرورش جودو برای جودوکاران تاجیک در قزاقستان قرار داشت. با جودوگی کبود قایم شکرانوف دستپرور کلوب ورزشی وستن هست که در برابر حریفش جباروف ایلهامیدین رقابت میکند. با دلیل از مربع یا همان چارکنجه زرد برآمدن با قایم یک کارد زرد یا شیدو. اکنون اجرای اصول پایزنی اما موفق نمی شود قایم. یادآور میشم که قایم شکرانوف در ناحیه بلندکوهی درواز به دنیا آمده است و در همانجا آموزش جودو گرفته است در دهکده یوگی در کلوب ورزشی وستن و در چند مشغولیت های تمرینی آنها اشتراک داشته بودیم و واقعا سخت تمرین میکردند تحت هدایت مربیان خویش و از یک سلاله پهلوانی هستند که آنها هم یعنی گذشتگان آنها نیز در سنت های پهلوانی خیلی شایستگی ها در کارنامه اشان بود و هواداران علاقمندان گوشتین هم واقعا میدانند. اجرای اصول در خط حمله قرار دارد. ایلهامیدین موفق نمی شود. این قایم بود که یک ضد حمله یا راه فرار از حمله حریف رو به مورد جست. قایم این چهره که روی تصویر میبینیم شکرانوف. دویومین کارد زرد با دلیل کمکاری از سوی داور مرکز به قایم. اکنون قایم باید به خود بیاید ضد حمله کند اما باز حمله نخست از سوی ایلهامیدین جباروف صورت گرفت. ایلهامیدین جباروف در رقابت‌های گذشته کمتر شناخته شده بود. پدیده که شاید استعدادش در این مسابقات با جلوه و درخشش در آمد. اصول کمری را در مد نظر دارد استفاده کند قایم برای حمله کردن. شاید دست حریف مانع می شود. بله موقعیت هست و جفت دست قپید یعنی کمیکت را داشت اما اجرای اصول چندان موقعیت نداشت. ولی کار نکردن در برابر حمله های حریف هم میتواند باعث شیدو باشد و حمله دروغین هم میتواند که باعث به گرفتن شیدو شود. به همین ترتیب یک حمله دروغین از سوی ایلهامیدین بود و این باعث به آن گردید که باز داور درجه بین المللی حمزه یک کارد زرد به جباروف بدهد. نتیجه کارت‌های زرد 2-1 هست همانا بر سود ایلهامیدین جباروف. نگه. از همان لحظه قپیدن مشخص بود که ایلهامیدین جباروف از این روش استفاده میکند. موقعیت در حالی که نزدیک بشوند زیدی حمله او را نگه از سوی قایم اما تا به آخر نمیتواند است ولی بالاخره اجرای اصول و زیدی حمله 2 مرتبه به جفت پای حریف ضربه زد ولی موفق نشد. جفت پای حریف رو نشان گرفت. از زمره همان حرکت یا فنونه که استفاده میکنن پایزنی تن یا تاشی با جفت پای حریف اکنون به حمله میگذرد. بیشتر توجه در خط حمله است از سوی قایم. شروع شوق مخلصان هم زیاد می شود به خاطر که
рамазон мирзоҷамил дар баробари раҷабов дар татами дигар низ мубориза мебаранд. рақобат идома меёбад. варзишгаре ки ба самти чап кор мекунад ҷаборов илҳомиддин. ҳарду низ хаста ба назар мерасанд ва аз ин ки тарафҳои ҳамдигарро чандон хуб мавриди иҷрои усул қарор намедиҳанд, яъне самте ки мехоҳанд иҷрои усул кунанд, аз ин рӯ хулосаи ниҳоияшон пиёда нахоҳад шуд. 22 сонияи дигар то поёни вақти асосӣ боқӣ мондааст. мавқеият, усули бардошта задан, уранаге аз сӯи қоимов, бале вале муваффақ намешавад, ам ба самти пеш ҳарифро партоб мекунад, як нав чархиш мехоҳад бидиҳад. дар бахши кор дар замин ҳам акнун кӯшиш мекунад, аммо ин шева ҳам ба кор намеравад. بار دیگر نیز همون شیوهی در حال اتفاق می افتد که تکرار می شود و تومای نگه به نتیجه اکنون موقعیت برای اسیکومی وضع قایم و در تتمی دیگر میرزاجمیل برنده مدال برنجی می شود. دوستان عزیز، میرزاجمیل رمضانوف برنده مدال برنجی و دارنده موقع سیوم در چمپیونات تاجیکستان. نوارهای سوز کرده شده را داور خواهش کرد تا به نمایش بگذارند و آنجا ببینند که چی اتفاقی افتاد. در حالی که میخواست فنی تومای نگ اجرا کند، اینجا خودش به تخت پشت افتید. جابروف ایلهامیدین یک بار دیگر مشاهده میکنیم. چیزی نبود. شاید آخرین فرصت ها باشد برای این ورزشکاران در گلدن سکو و داور در مورد کارد زرد قضاوت کند. اما اجرای اصول برای قایموف بسیار مناسب و موافق خواهد بود، چون که دو کارد زرد دارد. موقعیت هست به همین ترتیب. ضد حمله پایزنی ولی با دلیل اینکه ورزشکاران خسته شدند اکنون داور رقابت را منع میکند با سبب کمکاری با قایم. شکرانوف یک کارد زرد دیگر و او بازنده می شود در این رقابت و غالبیت نصیب ایلهامیدین جابروف می گردد. ایلهامیدین جابروف که در آزمای تسلی بخش سنت الله موسیف را از صدر راه برداشته بود و قایم شکرانوف باشد در مرحله نیمه نهایی از ابوبکر شیروف شکست خورده بود. اینک باز یک فینال جذاب، یک فینال با هیجان دیدنی ما و شما را انتظار است. فینال وزن 73 کیلو، این هم
چهره تازه به دوران قدرت در عرصه رقابت‌های هم جهانی هم داخل جمهوری رسیده. ابوبکر شیروف با لباسای کبود هست در برابر محمد شریف نجمیدینوف رقابت خواهد کرد. هر دو ورزشگر واقعا شایسته بود هنرشان تا اینجا. در تمام لحظه اول محمد شریف نجمیدینوف میل اجرای آسات داشت ولی موفق نشد. ابوبکر شیروف اجرای اصول فن خودانداز به پشت موفقیت آمیز نبود. رقابت های مرحله مقدماتی رو هر دو پهلوان خوب شروع کردند و خوب به پایان بردند. حریفان را ضربه فنی کردند، از نگاه تکنیکی حرکات جذاب داشتند، بسانه که امروز هم در فینال میکنند این کار را. کوچی به همین ترتیب دوستان عزیز، یک وزری احسن، همانه که قدرت و توانمندیش خوبتر است، اونه که در هستش در جوهرش استعداد فوق‌العاده است، با تعبیر در گنفانش همان قدرت و توانایی پهلوانی هست. او در صحنه رقابت‌های جهانی و هم داخل جمهوری دستی بالایی را خواهد داشت. امروز با آمدن یک مدیریت جدید قریب که هیچ یک حقی ورزشگران بر هدر نمی رود، نادیده گرفته نمی شود. هر ورزشگری که شایسته هنرنمایی میکند او دستی بالایی را خواهد داشت. عدالت در این رقابت ها پایدار است دوستان عزیز. از نگاه داوری یکی از مسابقات واقعا به یاد ماندنی خواهد بود همین چمپیونات تاجیکستان که با هم تماشا میکنیم، چون هیچ ورزشگر قریب که ادعا نکرد در مورد آنه که حقی ستانده شد. همه داوران عادلانه با دل صاف استعدادها را جویا میشدند و یک وزر دیگر، این هم یک جواب بود به همان اوچی از سوی نجمیدینوف. ببینید اصولهای حلوکی دو جانبه از همان اصولهای معمولی استفاده میکند. هم ابوبکر و هم محمد شریف نجمیدینوف با استعداد هستند، اما ابوبکر در رقابت‌های جهانی استعداد خوبتر نشان داده، ولی نجمیدینوف شاید از این به بعد اگر تواند بر رقابت‌های جهانی برود هنرنمایش خوبتر شود. اما تا اینجا در رقابت‌های داخل جمهوری رسول باقیوف جایزه‌دار مدال برنجی بازی‌های المپیک پکین هم روی تصویر هست، شاید در رسم تقدیم جایزه‌ها اشتراک کند. واقعا دو چهره یا همان استعدادهایی که از لحظه‌های اولی پا به این صحنه رقابت‌های امروزه گذاشتنشون مشاهده میشد دوستان عزیز، احساس می‌کردیم که آنها به فینال میرسند. احساس میشد که آنها یعنی برگزیدگان یا نخبگان وزنی تا 73 کیلو می شوند و همین هم هست. جای یکم و دوم هم خوب خواهد بود. حمله از سوی ابوبکر بود ولی زیدی حمله هم از سوی محمد شریف نجمیدینوف، زیدی حمله هم بسیار به مورد بود. یک مرتبه دیگر همان شیوه زیدی حمله محمد شریف نجمیدینوف و یک بار دیگر و زری عوضت ایپان محمد شریف نجمیدینوف واقعا معلوم کرد که او تمرینات خوبتر کرده است. خیرسه که در به هدف رسیدن مقصدش، برای به هدف رسیدن امروز از همان تاکتیکا یا ویژگی های مهارت گوناگون استفاده کرد و توانست که حریفان را ضربه فنی کند. در 3 دقیقه و در 2 دقیقه و 50 ثانیه و زری عوضت ایپان ابوبکر شیروف نباید ناامید شود، چون او جوانه که اکنون در رقابت‌های داخل جمهوری میان بزرگسالان اشتراک میکند. ولی محمد شریف نجمیدینوف امروز بخت برایش خندید، واقعا تمرین کرده است، ولی ما چی او آرزو امید داریم که همین استعداد رو در رقابت‌های جهانی نشان بدهد. 4مین مرتبه است که در چمپیونات تاجیکستان خوش می‌درخشد
اما در رقابت‌های جهانی چندان خوش نمی‌درخشد. ولی از این بابت امید داریم که در گران پری دوشنبه در دیگر مسابقات بین المللی خوش بدرخشد. این وزر اول بود با همان اوچی هلوک از داخل به سمت مقابل و این هم زیدی حمله به همان روش بود که از سوی محمد شریف جواب گردانیده شد و این هم باز همان اوچی سه مرتبه همان شیوه زیدی حمله یا ترکیب تکنیکی اوچی به همین ترتیب بود که به اجرا در آمد دوستان عزیز و قهرمان تاجیکستان در گشتین جودو در سال 2023 در دسته وزن 73 کیلوگرم محمد شریف نجمیدینوف شد. اینک دوستان عزیز فینالیست های وزن 73 کیلو، یکی از وزن های چالش برانگیز، یکی از وزن های محبوب در دنیا که از همین دسته وزن رقابت ها تاجیکستان از بازی های المپی مدال دارد در افتخاراتش با توفیل یکی از فرزندهای برآمند اندیار و این هم تصویری عمومی دوستان عزیز که غالبان وزن 73 کیلو با زینه افتخاری خواهند برآمد. اینک رسول باقیوف برنده مدال برنجی بازی های المپی در دسته وزنی تا 73 کیلو با غالبان مدال ها را تقدیم خواهد کرد. ابتدا میرزا جمیل رمضانوف که خیلی کوشش کرد برنده مدال برنجی می شود و غالبان تحفه های مالی هم تقدیم خواهد شد. مدال دومی برنجی رو باشد الهام‌الدین جباروف از دسته رشت به دست آورد و مدال نقره نصیب ابوبکر شیروف شد. این چهره که در رقابت‌های بین المللی هم درخشیده بود، واقعا این در بخش نوجوانان درخشان ظاهر شده بود، ولی امید داریم که در این بعدا نیز درخشان ظاهر شود و این هم قهرمان تاجیکستان در دسته وزن 73 کیلو در رشته جودو محمد شریف نجمیدینوف مدال طلای خود را از دستان رسول باقیوف برنده مدال برنجی بازی های المپی پکین دریافت میکند. این هم جزئیات موفقیت ورزشگران دسته وزن 73 کیلو در فینال، هر دو نیز با ضربه فنی همون اصول زیبایی اوچی در دو بخش موفق شدند، هم از سمت پای راست و هم از سمت چپ و بیشتر باشد همین محمد شریف نجمیدینوف توانست که همین اصول هلوک از داخل پا به سمت مقابل را اجرا کند. به همین ترتیب دوستان عزیز، هواداران و علاقمندان جودو، امروز ما و شما شاهد یک مسابقات تاریخی در رشته جودو شدیم که با هدایت رئیس تازه انتخاب شده فدراسیون جودوی تاجیکستان محترم اسماعیل محمدزایر برگزار شد و با امید درخشندگی پهلوانان تاجیک در صحنه رقابت‌های بین المللی دوستان عزیز و با امید که واقعا مسابقاتی که در همین سال در ماه ایون دوشنبه شهر ورزشی برزیمه دارد آن را به سطح بلند به انجام برسانیم، برگزار کنیم و با امید درخشندگی و موفقیت و کامیابی همه شما هواداران و علاقمندان عزیز. اینجا گزارش مستقیم ما از جریان رقابت‌های روز اول به پایان میرسد. بنده کریم خان بیگمتوف با شما بودم تا دیدار بعدی. روز و روزگار بر همه شما خوش.